به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، همکاران بزرگوار و اساتید محترم. باعث افتخار هست که روز پنجشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر شما درس پس میدیم. خیلی خوشحالم، افتخار میکنم در خدمت سرکار خانم دکتر نوردی از همکاران بسیار خوب بیمارستان سینا امروز یک صحبتی رو در ارتباط با درمان MS و یه بخشی از درمان بیماران با هم دیگه جلو بریم و بعد هم راجع به داروی زاکرل frequently asked question خانم دکتر انشالله صحبت‌هایی رو خواهند داشت. من وقت رو تنظیم میکنم، انشالله ما بتونیم یه چیز اولوش هر کدوم از ما نیم ساعت تا 40 دقیقه صحبت کنیم و بعدم پرسش و پاسخ رو با شما داشته باشیم. خب من میخوام یک کانسپت جدیدی رو صحبت کنم که طی شاید 3-4 ماه اخیر چندین بار این کانسپت رو شنیدید و این کانسپت رو بحث کردن و گفته شده و امروز میخوایم ببینیم در عمل و ریل پرکتیس این کانسپت رو چطوری میتونیم اجرا کنیم و این کانسپت رو چطوری میتونیم ببریم جلو. و اون کانسپتی هست که اصطلاحاً میگن کانسپت های افیکیسی تراپی. بحثای زیادی راجع بهش شده، این دیسکلوژر من هست. من با یک کیس شروع میکنم و با یک کیس خیلی خیلی تیپیکال و امارای البته تیپیکال ترش شروع میکنم، ببینیم که چی کار میخوام بکنیم. یه خانم 36 ساله است، مراجعه کرده، متأهل، اهل تهران، اومده میگه که من اختلال دارم توی راه رفتن، احساس میکنم که پاهام ضعیف شده، راه رفتنم دچار مشکل شده و نورولوژیست معاینش میکنه، یه پاراپارزی فورس، ببخشید من اگر فورس 4/5 داره و یه فورس آسیمتریک داره، هایپر رفلکسیا داره، بابنسکی ساینش مثبته و برین و اسپاینال کورد امارایش هم گذاشتم که دیگه واقعی تر باشه از این کاغذهایی که میبینیم و از کاغذش عکس گرفتم آوردم خدمت شما. مالتیپل T2 لیژن داره، اگر حالا از دور دیده بشه پشت ضایعات متعدد پریونتریکولار، جوکستا کورتیکال و همچنین اینجا کارپوس کالوزوم دافسون فینگر رو به خوبی شما دارید میبینید. اسپاینال کوردش هم مالتیپل این امارای فلرش هست، 3 تا حداقل انهانسینگ لیژن داره توی همین کاغذی که میذارن جلوی ما. خیلی ریل و واقعی بیایم با هم دیگه صحبت کنیم. امارای کاغذی به ما میدن، حالا یا CD میدن، این بنده خدا امارای کاغذی بر من آورده بود و باز میبینید 3 تا انهانسینگ لیژن و اسپاینال کورد هم از اینجا من نمیبینم ولی پشت کامپیوتر خودم بله درگیری داشت و حداقل 3 تا لیژن رو من در اسپاینال کوردش دیدم. خب یه مریض 36 ساله اومده با ضعف اندام تحتانی، پالسش کردیم، به پالس هم به خوبی جواب داده، فورس 5/5 شده، EDSSش که یه EDSS هولوهوش 4.5 بود، بعد از اینکه 3 هفته دیگه من دیدمش EDSSش شده بود 1، یه هایپر رفلکسی فقط داشت. وایرال مارکراش منفیه و ویزدویش هم پازیتیوه. آپشن درمان، یه دونه اتک داشته، 36 سالشه، مریضه و اومده الانم من پالسش کردم، با پالس هم کاملا خوب شده، هیچ دفیسیتی نداره در ظاهر، یه دونه هایپر رفلکسی فقط براش مونده. خب کی میخواد بگه درمان چی بذاریم براش؟ DMF یکی از چویس هایی که میتونیم براش انتخاب کنیم دیگه.
مثلا کورد میگید لیژن داره، 3 تا انهانسینگ لیژن داره، مرید قصد بچه دار شدن هم فعلا نداره. فینگولیمود هم چایس خوبیه اگر قصد بچه دار شدن نداشته باشه. خب دیگه تایسابری دیگه. همین کیس رو اگه 10 سال پیش من پرزنت میکردم، 10 سال کمتر، 5 سال پیش میگفتید یه دونه اتک داره، اتک هم خیلی خوب پاسخ داده و بعد از اتکش هم ریکاوری کامل بوده. این از نظر تعریف گایدلاین ها یک مادریت دیزیز هست. چرا؟ چون گایدلاین ها به 3 دسته تقسیم کردن. یا گفتن کسی مادریت باشه، یا کسی هایلی اکتیو باشه، یا اگریسیو باشه. کی هایلی اکتیوه؟ کسی که در 1 سال گذشته 2 تا اتک کرد، این هایلی اکتیوه. این 2 تا اتک کرده؟ نه. کی رپیدلی ایوالوینگ اگریسیوه طبق تعریف؟ کسی که دیسیبلینگ اتک بکنه و یا رزیجوی خوبی از اتکش، ریکاوری خوبی از اتکش نداشته باشه. این اگریسیو؟ نه. میاد تو رده مادریت قرار میگیره و تو رده مادریت من میتونم اینترفرون بدم، دایمتیل فوموریت بدم، اینو میذارم. آپشن های ما چیا هستن؟ اینترفرون بتا و جی ای، دی ام اف، تی ان اف، فینگولیمود، تریفلوناماید، فینگولیمود، ناتالیزوماب، ریتاکسیماب و اوکرلیزوماب. آپشن هایی هستن که ما برامون متصور هست. خدا رو شکر کسی تقریبا همه اومدن متفق القول بودن که از فینگولیمود به بعد ما برای بیمار انتخاب کنیم. یک کمی های افیکیسی تر. چرا؟ چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی داره میفته؟ خب بذارید این کیس رو داشته باشید تا با هم بریم کیس دوم هم ببینیم، بعد بیایم بحث کنیم. یه خانم 24 ساله است، اهل قمه، سینگله ولی فیانسه داره، فیانسه نامزد داره، فیزیوتراپیسته، توی قم زندگی میکنه، نان اسموکره. تو اکتبر 2021 پارستزی در رایت ساید بادیش پیدا میکنه و خودش هم خود به خود خوب میشه. میگه سمت راست بدنم یه گزگز کرد و این گزگزه ادامه داشت و یه چند روزی طول کشید و خودش هم خوب شد. گفتن ویتامین بدنت کم شده و اینا، منم نرفتم تا اومدم به جنبم دیگه خوب شده بود. حدود 2 ماه بعدش یه دیپلوپی پیدا میکنه و ایتاکسیک میشه. یک رایت ساید آینو پیدا میکنه توی معاینه وقتی که من دیدمش و لفت سید دیسمتریا و گیت ایتاکسیا داشت. برین امارای ازش خواستم. مالتیپل لیژن داره، اینفراتنتوریال، یه لیژن توی پونز داره، سربلوم داره، ام سی پی درگیره، تالاموس درگیره، یه یو فایبر کاملا نمای نعل عصبی یا هورس شو اپیرنس درگیری یو فایبر داره، ضایعات متعدد داره و خب بعیده که کسی شکی داشته باشه که این مالتیپل اسکلروسیس. کارپوس کالوزوم درگیره، پریونتریکولار داره، جوکستا داره و 2 تا یا 3 تا از این ضایعات هم به نظر انهانس میکرد. چیزی که من یادمه مالتیپل انهانسینگ لیژن داره، EDSS 2.5 داره و مادریت لیژن لود داره. CSF نداشتیم ازش. MS میمیکر ورکاپ ها هم انجام شد و این بیمار پالس کورتون گرفت و بعد از اینکه پالس کورتون گرفت اونم علائمش خیلی خیلی خوب جواب داد و هنوزم مریض منه
و میبینمش. میخوام الان دارو انتخاب کنم. این مریض رو چی براش انتخاب کنم؟ نظرتون چیه؟ بیسل. چرا بیسل؟ احتمالاً میخواد ازدواج کنه که البته متاسفانه ولش کرد. ما اون زمان گفت نامزد دارن چیز کردیم که میخواد احتمالاً ازدواج کنه و باردار بشه، ولی خب حالا در ژانویه 2022 الان هم که میریم 2024 جدا شدن. خب احتمالاً قصد بارداری داره. یکی از داروهایی که میخوان انتخاب کنن دوستان میگن بیسل هست. چرا دی ام اف نه؟ سیرشو ببینیم. یه دارو سبک انتخاب کنیم، سیرشو. دی ام اف مثلا انتخاب کنیم. یه آپشن دی ام اف، یه آپشن گفتن زاکرل، یه آپشن توی یه سال 2 بار اتک داشت. یه بار اکتبر یه اتک کرده، یه بار فرق نمیکنه. اگه بدونیم که اتک بوده، یعنی ساینی ببینیم که مطمئن باشیم اتک هست، و این برامون فرقی نمیکنه. یک اتک در نظر میگیریم، یعنی بیماری ما میشه هایلی اکتیو. یه بیماریه که 2 بار اتک کرده، برای من هایلی اکتیو محسوب میشه. وقتی هایلی اکتیو محسوب شد، بنابراین از فینگو به بالا روش فکر میکنم. اصلا نمیخوام اسم فعلا زاکرل بیاریم یا بیسل بگیم یا چیز. فینگو رو میتونم بدم، براش میتونم تایسابری بدم، براش میتونم بیسل بدم، ریتاکسیماب بدم، براش میتونم اوکرلیزوماب بدم. هر کدوم از اینها رو من میتونم براش انتخاب کنم. این 2 تا کیس رو گفتم که بگم یه نورولوژیست یا یه نفر که بالاخره کارش ام اس این روزا چه فاکتورایی رو در نظر میگیره برای اینکه دارو رو انتخاب کنه. چه فاکتورایی رو در نظر میگیره؟ مهمترین چیزهایی که در نظر میگیریم و واقعاً همه کسایی که ام اس زیاد میبینن و ام اس رو درمان میکنن واقعاً به این 4 تا فاکتور اصلی دقت میکنن. 4 تا فاکتور داره. یکیش دیزیز فاکتوره، یکی پیشنت فاکتوره، یکی دراگ فاکتوره و یکی فیزیشن فاکتوره. این 4 تا همزمان تو ذهن ما میاد و ما آنالیزش میکنیم. اولین چیز اینه که دیزیز فاکتور، سیویریتی دیزیز چقدره. مریض دوم بلافاصله گفتم هایلی اکتیوه. هایلی اکتیوه. 2 تا اتک کرده در 1 سال. سیویریتی دیزیز. کورس بیماری آره. ریلپسینگ ریمیتینگ، پی پی ام اس نیست. مریض اول 2-3 هفته بود، پاهاش ضعیف شده بود، پالس کردم خوب شد. بعید آر باشه، لودش بالاست، بعید پی پی باشه، لودش بالاست، انهانسمنت داره، بعید پی پی باشه، با اتک اومده. امارایش نگاه کردم، مریض اول همتون گفتید انهانسینگ داره، اسپاینال کورد داره. ببین بدون این که دقت کرده باشیم همه ما داریم به اینا توجه میکنیم. اگه CSF بگیریم به CSF نگاه میکنیم و امروزه باعث تأسفه که ما توی مملکتمون بایومارکرها رو نداریم. الان توی دنیا تقریبا کنترل بیماری MS بدون بایومارکر دیگه نمیکنن. حتی همین ترکیه نوروفیلامنت رو چک میکنن. چی باعث میشه بگن که تو الان کنترل یا کنترل نیستی؟ مریض من رفته امریکا، توی امریکا اینجا روی زاکرل بود، به خاطر مهاجرت کرد، اونجا هم گذاشتنش روی اوکربوس و داره ادامه میده. من بهش گفتم که بیمارم اومد با UTI میکرد، به من پیام داد که آقای دکتر من دارم خیلی عفونت میکنم. من بهش گفتم همونجا گتره‌ای. گفتم خب نه گتره‌ای، حالا بر اساس تجربه. گفتم ببین فاصله داروتو زیاد کن، فاصله داروتو زیاد کن، یه کمی سیستم ایمنی بیاد بالا، یه CD19 چک کن، اگر پایینه
یه کمی به من اجازه بده، مثلا 7 ماهه بزن، 8 ماهه بزن، این کارو بکن ببینیم این عفونتت خوب میشه، داروتو عوض نکنی. مریض رفت پیش دکتر خودش، گفت نه 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 نه، این یه بخش قضیه است. یه بخش قضیه اینه که من نوروفیلامنت هستو چک کنم و ببینم بیماریت کنترل یا نه. اگر نوروفیلامنتت پایین بود یه ذره طولانی کن، اگر نوروفیلامنت بالاست و بیماریت کنترل نیست اصلا دست نزن. نوروفیلامنت لایت چین یک بایومارکریه که به شما میگه که بیماری کنترل یا نه. یه خانمی اومد ایران حدود 4-5 ماه پیش، تلویزیون هم خیلی اعلام کردن، به اسم خانم سامیا خوری، استاد دانشگاه هاروارد، مسلمونه، بعدش هم رفت اصفهان، لبنانیه، جایزه مصطفی رو گرفت. جایزه مصطفی جایزه که ایران میده، بهش میگن نوبل اسلامی، و $500,000 گرفت، گذاشت تو پاکت با خودش برد. من گفتم خب چی کار کرده این که $500,000 ما بهش دادیم؟ چیزی رو پیدا کرده که امروز تو آمریکا داره ازش استفاده میشه، یک تستی به اسم اکتاو MS. حالا سرچش کنید، من اسلایداشو دارم ولی نذاشتم، ببخشید، فکر نمی‌کردم صحبت به اینجا برسه، ولی جمع اینقدر ماشاءالله همه چیزن که آدم میخواد یه چیز جدید بگه. به اسم اکتاو MS. اکتاو یعنی 18 گانه، اکتا 18. اکتاو MS آمریکایی‌ها اومدن 18 تا پروتئین رو پیدا کردن که NFL یکیشه، نوروفیلامنت یکیشه، نوروفیلامنت یکیشه. این 18 تا پروتئین رو چک میکنن، آنالیز میکنن، یک زد اسکور بهش میدن و بعد میگن بیماری شما کنترل یا کنترل نیست. امشب اگه چک کنین CCLX هست، نمیدونم ماگ هست، همه اینا رو چک میکنن، میدن به artificial intelligence یه اسکور به شما میده، میگه بیماریش کنترل یا کنترل نیست. حالا اگر وقت بود من اسلایدش رو به شما حتما نشون میدم چون یه چیز جدیده. حالا تو کشورهای دیگه اکتاو چک نمیکنن، فقط نوروفیلامنت رو چک میکنن، NFL، نوروفیلامنت لایت چین. متاسفانه ما نداریم، الان دنبالشیم که اتفاق بیفته. پروگنوزیس بیمار ما چقدر، اینم دقت کنید. یه سری چیزای دیگه هست، پیشنت فاکتوره، فاکتورهای راجع به بیماره، ایج بیمار، سکس بیمار، خانم آغاز. یه مرد رو من میخوام محکمتر نسبت به یه خانم درمان کنم، یه آقای 20 ساله با یه آقای 50 ساله درمانش متفاوت میشه. یکی از چیزایی که خیلی دقت میکنم پروگنوستیک فاکتور است. همه حرفایی که شما زدید برای اینکه داروی من داروی قوی تری باشه، این پروگنوستیک فاکتورها بود که در حقیقت داشتید میگفتید. لود لیژنش بالاست، اسپاینال کوردش درگیره، پلاک انهانسینگ داره، همه اینا شما دارید MRI پروگنوستیک فاکتورها رو به من میگید این پور پروگنوستیک فاکتور داره. شما به من گفتید بیمارت میخواد باردار بشه یا نه، پرگننسی پلن بیمار رو آوردید تو ذهنم، ادهیرنس داره یا نه، اگه من براش یه دارویی بذارم که ماهی یه بار آزمایش بده، یه دارویی بذارم هفته 3 بار تزریق کنه، یه دارویی بذارم ماهی یه بار، ادهیرنس داره یا نداره، مهمه. کوالیتی آف لایفش چقدر مهمه. این دختره اولین سوالی که فیزیوتراپی از من کرد، گفت آقای دکتر یه دارویی برای من بذار که من میخوام مهاجرت کنم، بتونم، الانم داره ترکیه کار میکنه، میخوام مهاجرت کنم، نمیخوام یه دارویی باشه که هی من برم بیام، یه دارویی برای من بذار فعلا خانواده نامزدم نفهمن. خب کوالیتی آف لایف بیمار در نظر بگیرم. اتیتود و ریسک بیمار خیلی مهمه. یه مریضی ریسک پذیر نیست، هر چی هم توضیح میدی نمیگید آقای دکتر کدومش کم خطرتره، اولین چیز کدومش کم خطرتره، کدومش عارضه کمتری داره. باید بهش احترام بذاریم، توضیحمون رو میدیم ولی باید بهش احترام بذاریم. قسمتی از صحبتامون این باشه کاگنیشنش چطوره. من تای صبری بذارم برای یه مریضی که کاگنیشنش خوب نیست، ادهیرنسش هم خوب نیست، بعد ولش کرد ریباند میکنه.
فینگو بذارم برای یه مریضی که اصلا منتالش آنچنان خوب نیست و اگه ولش کرد ریباند میکنه، نمیذارم. کاگنیشن بیمارم در نظر میگیرم. دیسابیلیتی لولش، اگه یه مریض ویلچر بانده من دارو براش میذارم؟ نه والا. اگه ویلچر باند باشه، برنگشته باشه، نمیذارم. دیسابیلیتی لول بیمارم نگاه میکنم. یه سری فاکتورها هست بهش میگن دراگ فاکتورز. سیفتی، افیکیسی، تالربیلیتی، مانیتورینگ بردنش، کاستش چقدر گرونه، چقدر بیمار باید اوت آف پاکت بده، میتونه نمیتونه، اویلیبیلیتیش یه روز هست یه روز نیست. همه اینا چیزایی که راجع به داروه. فاکتورهای دارو رو من دقت میکنم. نرسینگ ساپورتش، اگه یه مشکل اورژانسی پیدا کرد، یه سیستم نرسینگ حمایتش میکنه یا حمایتش نمیکنه، برای ما مهمه، نگاه میکنیم. اکسسوری هاش، اگه قراره که مثلا من یه آمپولی بذارم که هفته‌ای 3 باره، آیا اوتو اینجکتور داره یا نداره؟ آیا اکسسوری هاش هست یا نیست؟ فیزیشن فاکتور راجع به خود ماست دیگه، چیزایی که تداخل میکنه یا کمک میکنه به ما. اکسپریانس ما چقدره؟ اینرشیا یا اکسلریشن. بعضی از دکترها اینرشیا دارن. اینرشیا اولین بار توی دیابت پیدا شد. دیدن بیماری های مزمن، خیلی جالبه، بعدن تو MS گزارش کردن. تو بیماری های مزمن مریض و دکتر خیلی با هم دوست میشن و خیلی وقتا مریض، دکتر نسبت به مریض سیمپاتی پیدا میکنه، باش راه میاد. تو دیابت دیدن که بعضی مریضا قندشون کنترل نمیشه ولی دکتر انسولین رو زیاد نمیکنه. چرا؟ گفتن مریض از این که انسولینش زیاد بشه ناراحت میشه، قصه میخوره و دکتر اینرسی پیدا میکنه. مطالعه بزرگ جهانی ها اینرشیا داره. یعنی چی؟ یعنی میگه مثلا انسولین تو یکم ببر بالا، مریض آقای دکتر تو رو خدا من اینقدر انسولین بزنم نمیشه فلان، بلافاصله میگه خب باشه حالا همون قبلی رو بزن، مثلا رژیم تو رعایت کن، مثلا برو ورزش کن. باش. دیدن تو MS هم هست. اینرشیاس، مریض 2 تا پلاک جدید میزنه، بهش میگیم اسکلیت کن، بیماری خرابتر شده، بدتر شده، شروع میکنه به گریه کردن. باشه حالا عوض نمیکنم، اشکالی نداره. همتون دیدید. منم اینرشیا داشتم. سیمپاتی پیدا میکنیم. اکسلریشن هم اینه که گاهی مورچه رو با تانک میزنیم. یه مریضی اومده 2 تا دونه پلاک داره، با همون 2 تا دونه پلاک یهو براش مثلا یه دارو خیلی قوی میذاریم. این اکسلریشنه. اتیتود بیمار به تریتمنت چطوره؟ اینفورمیشن سورس های ما کجاست؟ آیا فقط دوا کمپانی ها اینفورمیشن سورس های ما هستن یا اینفورمیشن سورس های ما خیلی وسیع تر هست؟ اینم مهمه. لیگال ایشوی ما چطوریه؟ لیگال ایشوی ما تو ایران اینطوریه که اگه مریضی عارضه‌ای پیدا کنه بیشتر میره شاکی میشه تا اینکه از MS گاهی دیسیبل بشه. برعکس اکثر شکایت‌های توی امریکا به خاطر اینه که چرا منو اسکلیت نکرد، چرا هایپوتنت برای من نذاشت. شما مثلا یه زمانی تو ایران لیگال ایشو این بود که اگر ترومبولیتیک میدادید، چون مردم آگاه نبودن، اگه ICH میکرد میرفت شکایت میکرد. آقا دکتر شهیدی پزشکی قانونی هستن، دوستان دیگه هم هستن، استاد سلطان زاده میگفت آقا خونریزی کردم، یه دارویی به من داده خونریزی کردم. هیچ کس نمیرفت بگه چه سر ساعت مثلا 3 ساعت من رسیدم فلان شدم چرا به من ترومبولیتیک نداد. اصولا فرهنگا و لیگال ایشوهای ذره متفاوته. بر اساس اینفورمیشن و آگاهی، این چیزیه که فیزیشن باید در نظر بگیره و با خودش فکر کنه. و البته لوکال گایدلاین ها. اون چیزی که توی MS اتفاق افتاده اینه که پروگنوستیک فاکتورها الان برای ما خیلی مهم شده. یعنی به جای این که ما بگیم 2 تا حمله در سال کرد یا 1 دونه حمله در سال کرد، میگیم با 1 دونه حمله اومده چه پروگنوستیک فاکتورهایی دارد. پروگنوستیک فاکتورهای ما چیا هستن؟ یه سری پروگنوستیک فاکتورهای دموگرافیکن، نمیشدم جداش کرد، نمیشدم عوضش کرد. اگه کسی سنش بالاتر باشه در زمان شروع بیماری، اگه کسی جنسش آقا باشه، میگن جنس آقایون خرابتره دیگه جنس آقا باشه، اگه ریسش بلک باشه، نان کاکیسیان باشه. MS تو نان کاکیسیان ها کمتره
ولی اگه گرفتن MS بدتری میگیرن. تو منطقه ما هم تو ایران بعضی از استانا، حالا نباید اسم بیارم، بعضی از استانا واقعا MS کمتره نزدیک مرزامون، ولی وقتی MS میگیرن خیلی MS بدی میگیرن. واقعا مثلا یه مریض بلوچ که میاد و MS میگیره من خیلی محکم‌تر درمان میکنم. توی خدمت شما که عرض کنم سایکیاتریک کوموربیدیتی ها، کسی دیپرشن داشته باشه، انگزایتی داشته باشه، این یک پروگنوستیک فاکتوره. کسی سیگار بکشه پروگنوستیک فاکتور رو برای من خراب میکنه. آقای سیگاری یه پروگنوستیک فاکتور خراب خودش. خب تعداد ریلپس ها در یک سال گذشته، تازه تعداد ریلپس ها در یک سال گذشته که اون چیزی که ما اول همیشه چیز میکردیم خودش یه پروگنوستیک فاکتوره، قسمت اصلیمون نیست. اگه کسی از ریلپسش خوب ریکاوری نداشته باشه، کامل ریکاور نکنه، این بد پروگنوستیک فاکتوره. اگه کسی علامه پایرامیدال شروع بشه، سربلار شروع بشه، اسفنکتر داشته باشه و در شروع بیماری اختلال کاگنیتیو داشته باشه، همون اولی که میاد، این پور پروگنوستیک فاکتوره و بد پروگنوستیک فاکتوره. اگر MRI فیچر در طول سال اولش نیو تیتو لیژن فرم کنه، اگر لود ضایعات در اول زیاد باشه، اگه نیو گد انهانسینگ لیژن داشته باشه، اگر اسپاینال کورد لیژن داشته باشه، CSF OCB مثبت باشه یا NFLش بالا باشه، اینا بد پروگنوستیک فاکتوره. اینا پروگنوستیک فاکتور هست. اون چیزی که MS هنوز نتونسته جواب بده و جمع و جور کنه اینه. خب به شما میگه که پروگنوستیک فاکتورها رو در نظر بگیر، ولی نتونسته جمع و جور کنه که چند تا از اینا یا کدوما با کدوما اگه بود خیلی مهمه. اینو هنوز ما براش جواب نداریم. اینو میگن شما خودت مجتهدی، فکر کن، یه نورولوژیستین، میخواید درمان بذارید بر اساس پروگنوستیک فاکتورها. اگه پور پروگنوستیک فاکتور داره برو به سمت های افیکیسی تراپی و از خط اولها گذر کن. خب بیمار من بیمار دومی 2 تا اتک در 1 سال بود. بیمار نمیخواد فامیلیش بدونه و بیمار برای ایمیگریشن نگرانه، میخواد بره ترکیه. به من میگه که من میرم 6 ماه میتونم برگردم بیام. این گایدلاین منکتریمه، این گایدلاین قدیمیه. خب تو گایدلاین قدیمی ما کرده بودیم moderately active disease, highly active disease, rapidly evolving. تو گایدلاین جدید همیشه ما ایراد داشتیم و گیر میکردیم. یه مریض اومده بود با یه اتک سربلار، 20 تام لیژن داشت، 5 تام گد انهانسینگ لیژن داشت. من بعد براش مثلا DMF میذاشتم، میرفت 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه حمله میکرد. میخواستم اوکرلیزوماب بذارم، بهم میگفتن که چی؟ میگفتن که این که استاد مادریتلی اکتیو، 2 تا اتک در 1 سال نداشته. امروز اومدیم چی کار کردیم؟ این گایدلاین رو تغییر دادیم و گایدلاین 2023 اینطوری داره میاد. مادریتلی اکتیو دیزیزی اگه باشه که پور پروگنوستیک فاکتور داشته باشه، شما میتونی براش فینگو، سیپو، ناتالیزوماب، کلادرابین، اوکرلیزوماب، اوفاتوموماب و پونزیمود شروع کنید. خط دوم رو میتونید اول شروع کنید. بنابراین یه شیفت تو دلفت اتفاق افتاد، نه تنها در گایدلاین ما، در بسیاری از گایدلاین های دنیا، و جالبتر اینه که بسیاری از اتوریتی های دنیا شروع کردن به این شعار که hit hard early، از همون اول محکم بزن. hit hard early. بر اساس hit hard early گایدلاین های دنیا عوض شد. خب بنابراین من نمیخوام رو دارو خاصی تاکید کنم. یه بیماریه که احتمالا میخواد باردار بشه، میخواد مهاجرت کنه، ماهی یه بار سختشه اونجا بزنه احتمالا. من برای این بیمار بیسل انتخاب کردم و بیسل تراپی براش گذاشتم. خب تو این بیمار به 4 تا دارو تو ذهن خودم قرمز دادم، گفتم برای این بیماری که هایلی اکتیوه نمیدم. 2 تا دارو رو زرد دادم، گفتم فینگو و ناتالی خوبه براش، ولی کیفیت زندگیش اینه که میخواد مهاجرت کنه، کیفیت زندگیش اینه که احتمالاً میخواد بعداً باردار بشه، و 2 تا دارو رو بهش سبز دادم توی
ویسل ها که حالا تو فریکوئنتلی آسک کوئسچن خانم دکتر نوردی احتمالاً خواهند گفت که تفاوت های اوکرلیزوماب و ریتوکسیماب احتمالاً چیه. ما راجع به MS همیشه میگفتیم یک بیماری دیمایلینیتینگ با فوکال اینفلامیتوری لیژن، مایلین دمیج هست، وایت ماتر، فیزیکال دیسابیلیتی و تی سل مدییتد ایمیونیتی. تو کتاب 1983 Treatment of Multiple Sclerosis. Multiple sclerosis is a demyelinating disease with focal inflammatory lesion which affects myelin of white matter, causes physical disability. It's a T cell mediated. همش غلط بود. Multiple sclerosis is a neurodegenerative with diffuse injury, causes axonal loss. It involves white and gray matter. It has effect on cognitive aspect and B cell involvement, both B cell and T cell involvement. چقدر توی 20-25 سال همه کانسپت ها عوض شد. کانسپت های درمانمون چی بود؟ به خدا من یادم نمیره که کنگره نورولوژی نشسته بودم، اساتید بزرگ که البته خب روتین پرکتیس اون موقع بود دیگه، علم اون موقع این بود، یادم میگفتن که این یه حمله کرده درمانش نکنیم. سال 1999 یه دونه حمله کرده اصلا درمان نکنید به هیچ عنوان تا حمله دوم بشه. این جمله یادم نمیره. We treat the patient, we don't treat MRI. MRI فالوآپ میگرفتیم، 5 تا پلاک جدید داشت، پر گد بود، گد داشت. We don't treat MRI, we treat the patient. کانسپت ما عوض شد، گفتن ارلی تریت بکنید از سال 2001. کانسپت ما امروز عوض شده، میگن ارلی های افیکیسی تراپی. برید به سمت های افیکیسی تراپی. چرا؟ دیدن وقتی زمان گذشته از بیماری، زمان گذشته، دیدن که بیماری رو خیلی از اسپکتا اثر میذاره و هر چی زمان میگذره مشخصتر میشه. گروهی که از اول های افیکیسی تراپی گرفتن از نظر پروگنوسیس واضحاً متفاوتن با کسانی که لو افیکیسی گرفتن و الان که 10 سال 20 سال داره میگذره از اونها هی بیشتره. چرا اصلا های افیکیسی ها رو بردن گفتن خط دوم؟ خط دوم به خاطر افیکیسیشون نبود، به خاطر ساید افکتاشون بود. یعنی یه سری ساید افکت داشتن، گفتن نمیصرفه که ما از اول اینو شروع کنیم، ببریم خط دوم. و الا اگر تایسابری PML نمیداد کل داروها رو جمع میکردن. برای همیشه میگفتن تایسابری بدید. اوکرلیزوماب وقتی اومد گفتن this is a magic bullet. یک گوله طلاییه، افیکیسی بالا، سیفتی بالا. this is a magic bullet. یک ماجیک بولت اومده. سیفتی جی ای خیلی خوب، افیکیسیش کمتر، اینترفرون ها به همین ترتیب. و اشکال ما تا سال 2000 و 2019 اینا این بود که هر چی دارو قوی تر میشد سیفتی افیکیسی ما بالا میشد، سیفتی ما کم میشد. دیگه ما قوی تر از لمترادا نداریم که لمترادا معادل پیوند مغز و استخوانه، ولی ماهی یه دونه ساید افکت ازش گزارش میشد و واقعا الان تو دنیا خیلی کم هستن که دارن استفاده میکنن. ولی یه ماجیک بولتی اومد که گفتن این از نظر افیکیسی شونه به شونه تایسابری میزنه و از نظر سیفتی کانسرن هم سیفتی کانسرن های خیلی خیلی خوبی داره. یا اورال کلادرابین داره میاد، یا الان اوفاتوموماب اومده، یا اوبلیتوکسیماب اومده. اینهایی که داره میاد انگار مشکلات افیکیسی و سیفتی رو یه جورایی داریم حلش میکنیم. خب چرا روز به روز ما میخوایم محکمتر درمان کنیم؟ برای که نشون داده شده که هر چیز زودتر های افیکیسی بذاریم پروگنوز ما بهتر میشه. ما قبلا میگفتیم که مریض ما حمله نکنه، ام‌آرآی اکتیویتی نداشته باشه، الان میگیم برین آتروفی پیدا نکنه. ندای 5 میگه نوروفیلامنت در CSFش بالا نره. ندای 6 میگه کاگنیتیو ایمپرمنت هم پیدا نکنه. با وجود داروهای جدید توقع ما از کنترل MS بالا رفته. حالا فعلا ما تو ایران همین تقریبا ندای 3 و 4یم، 5 و 6 رو خیلی بهش دقت نمی کنیم. ولی واقعیت دنیا الان اینه، واقعیت دنیا اینه که اگه کاگنیتیو افت کنه براش یه فکری میکنن. خب و یه اتفاق دیگه هم افتاد علاوه بر همه اینها.
که من سریع تموم کنم، یه اتفاق دیگه هم افتاد. در سال 2018 وقتی ترایال اوکرلیزوماب تموم شد، یه آقایی به اسم استفان هاوزر که فوق العاده آدم باهوشیه، یعنی واقعا آیکیوش خیلی بالاست، اومد نشست گفت که آقا شما مریضایی که وارد ترایال اوکرلیزوماب کردید مگه آر نبودن؟ گفتن چرا؟ اینا بعد از 2 سال یه سری بیمار بودن که بعد از 2 سال EDSS اینها بالا رفته بود، ولی توی طول این 2 سال هیچ اتکی از اینها گزارش نشده بود. شما دارید دروغ میگید، یه جای کارتون گیره، یه جای کارتون گیره. مریض اسپی وارد کردید، آقا قسم آیه مریض آر بوده. گفت خب ببین مگه اینا تو کلینیکال ترایال نبودن؟ چرا؟ کلینیکال ترایال مگه هر ماه مریض ویزیت نمیشه؟ هر 3 ماه مگه ویزیت نمیشه؟ چی شده که EDSS رفته بالا ولی هیچ ریلپسی گزارش نکردید؟ EDSS 1 شده 3.5، ولی شما 2 سال مریض رو دیدید هیچ اتکی نکرده، بعدم میگید مریض آره، خودتون رو مسخره کنید. گفتم بیام دیتا رو دوباره آنالیز کنیم. ریختن به هم دیتا رو دوباره آنالیز کنیم. دیتا رو آنالیز کردن. یکی از کشفیات جالب بود، دیدن تو مریضای آر یک پروگرشنی اتفاق میفته که independent of relapse، بهش میگن پایرا، progression independent of relapse activity. یعنی مریضی که حتی آر هست بدون اینکه اتک بکنه یه پروگرشن ریزی داره. این پروگرشن ریز در طولانی مدت EDSS رو بالا میبره اما اتکی گزارش نمیشه. مثل مریضی که چی؟ ببین یه مریض میاد پیش شما، میاد پیش خانم دکتر، میگه که خانم دکتر من بدتر شدم. میگیم چی شده؟ میگه که من 1 سال پیش 6 ماه پیش 2 کیلومتر راه میرفتم، خستم نمیشدم. خب الان 500 متر راه میرم خسته میشم. خانم دکتر EDSS میگیره، EDSS مریض 1، درسته؟ شما همتون دیدید اینو. دفعه پیش EDSS قبلیشو نگاه میکنه میبینه 1، بهش میگه بدتر نشدی عزیزم، بدتر نشدی، EDSS قبلیت 1 بود الانم 1، اونم میگه به خدا بدتر شدم. چه اتفاقی افتاده؟ یک پروگرشن ایندیپندنت آف ریلپس، یک پایراست. بعد دیدن که توی MS 3 تا فاکتور رو با ما در نظر بگیریم. یکی ریلپس اسوسییتد ورسنینگ، یه ورسنینگی که با ریلپس اتفاق میفته، یک پروگرشنی که ایندیپندنت آف ریلپس است. و این مقاله مشهور استاد استفان هاوزر، همون کسیه که اولین بار ریتوکسیماب رو در MS امتحان کرد در سال 2008، این مقاله استفان هاوزر داد بیرون با آدمایی که خیلی 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 مشهورن. این مقاله این بود: Silent Progression in Disease Activity Free. Disease Activity Free بودن ولی Silent Progression داشتن. کجا چاپ شد؟ آنالز نورولوژی. چه سالی؟ سال 2019. و پایرا رو برای اولین بار معرفی کرد. اسمشو نذاشته بود پایرا، گذاشته بود Silent Progression. اسمای مختلف جمع و جور شد، امروز دیگه بهش میگن پایرا. Progression Independent of Relapse Activity. و آقای استفان هاوزر اینو توضیح داد و گفت که اتفاقاً تو مریضای MS بسیاری از دیسابیلیتی ناشی از پایراست، نه ناشی از ریلپسشون. مریض NMO چرا اگر کنترلش کنی پروگنوزش خیلی خوبه؟ برای اینکه اگه همه دیسابیلیتیش ناشی از ریلپسه، اگه شما نذاری ریلپس پیدا کنه پایرا نداره، پروگرشن نداره، به ندرت اتفاق میفته. اگه کسی تو NMO SP شد ما شک میکنیم به تشخیص. بعضی مریضا رو من قبلا تشخیص NMO گذاشتم، الان میاد میبینم سکندری پروگرسیو شده، میگم این اپتیکو اسپاینال MS بوده، من اشتباه بهش گفتم. وقتی پروگرسیو میشه احتمال اینکه این NMO باشه خیلی کم میشه. به همین خاطر میگن مریض NMO اگه دیسیبل بشه پزشک مسئوله، ولی مریض MS گاهی با بهترین داروها ممکنه که
was disable بشه. بنابراین پایرا رو تعریف کرد و سایلنت پروگرشن رو گفت و توضیح داد و اومدن از مطالعه اوکرلیزومب یه استفاده کردن. چی کار کردن؟ گفتن ما 2 گروه بیمار داریم. یه گروه روی ربیف بودن 2 سال تا سر 2 سال، یه گروه روی اوکرلیزومب بودن تا 2 سال. این دوتا رو 5 سال فالو کردن. بعد دیدن گروهی که روی ربیف بودن پروگنوزشون از نظر دیسابیلیتی EDSS متفاوته با بیمارانی که روی اوکرلیزوماب از اول بودن. یهو گفتن کسایی که ارلی های افیکیسی تراپی شروع کردن پروگنوز دیسابیلیتیشون متفاوته و شروع شد این داستان early high efficacy therapy یا hit hard early. این confirmed disability improvement در 2 تا گروه، این confirmed disability improvement و این توی جاما چاپ شد. آقای زاویر مونتالبان اینو چاپ کرد. Association of early progression independent of relapse activity with long-term disability after first demyelinating attack. پایرا رو بعد از CIS همین 2023 چاپ شده و پایرا رو اینجا تعریف کرد و اینقدر این مسئله مهم بود توی علم MS. مجله نیو انگلند یه مجله مدیسین دیگه، استاد سلطانزاده از همه ما بیشتر میدونن، یه مجله جنرال مدیسین. نیو انگلند مال داخلی است. از هر رشته داخلی اگه یه خبر خیلی مهم اتفاق بیفته تو اون میزنه، بهش میگه جورنال واچ. تو جورنال واچش نیو انگلند جورنال آف مدیسین پایرا رو به عنوان یک کشف مهم نورولوژی گفت. پروگرشن ایندیپندنت آف ریلپس اکتیویتی در ارلی مالتیپل اسکلروسیس و نیو انگلند اینو گفت و گفت که یه اتفاقی در درمان و پروگنوز MS داره اتفاق میفته به عنوان یک جورنال اینترنال مدیسین. خب حالا من دیگه خیلی وارد پاتوفیزیولوژیش نمیشم. اینجا همون مطالعه در حقیقت اوکرلیزوماب هست. گروهی که داشتن اینترفرون بتا 1A میگرفتن، گروهی که از اول اوکرلیزوماب میگرفتن تا 2 سال اینا هر دوتا یه دارو میگرفتن، 2 تا دارو میگرفتن، بعدش همه شدن یه دارو. بعد دیدن این تفاوت هنوز وجود داره در بعد از 5 سال بین کسایی که از اول ربیف گرفتن یا کسایی که از اول اوکرلیزوماب گرفتن و این ایده و صدها مطالعه دیگه. مطالعه تایمینگ آف های افیکیسی تراپی تو لنست چاپ شد، مطالعه MS بیس 6000 مریض رو اومدن آنالیز کردن. اونایی که زیر 2 سال های افیکیسی تراپی شروع شده بود در مقایسه با کسایی که لیت و گفتن که بعد از 6 تا 10 سال دیسابیلیتی اینها با هم متفاوته. یه سری آدمایی هم داریم که مخالف این ایده هستند و هنوز کسایی هستن که تقریبا یه بحثایی داره میشه. مثلا یه سری مطالعات چاپ شده که های افیکیسی تراپی جلوی پایرا رو نمیگیره. جلوی پایرا رو نمیگیره که فقط EDSS باشه، چون میدونید EDSS همه چیز رو نمیسنجه. EDSS نمیتونه. اگر معیارهای دیگری از پایرا رو هم در نظر بگیرید، پروگرشن رو کلاً بگیرید، های افیکیسی تراپی ها خیلی به خوبی کنترل کردن. این مطالعه دوباره در حقیقت توی همون این آقای ماسیمو فیلیپی میاد شروع میکنه و مقاله‌ای که با سال 2022 چاپ شده Early and Unrestricted میگه که تو گایدلاین های دنیا شما اومدید های افیکیسی تراپی رو ریستریکت کردید. تو ایران هم الان ریستریکته. شما برای که زاکرل بنویسی باید بره کمیته بهش بگن 2 تا اتک داشتی یا روی داروهای معمولی اتک کردی. میگه early and unrestricted use of high efficacy therapy دیگه تو دنیا داره توصیه میشه و میگه که ما یه قسمتی داریم به اسم میست پروگرشن که این میست پروگرشن رو ما نمیتونیم خیلی با لو افیکیسی تراپی درمان کنیم. این مطالعاتیه که های افیکیسی تراپی ها گذاشتن و همه اونها تقریبا نشون دادن که های افیکیسی تراپی ها میتونن جلوی پروگرشن رو بگیرن. ایمیون ریکانستیتوشن تراپی مثل ماونکلاد، مثل کلادرابین خوراکی، اینا هم های افیکیسی تراپی هن. اینا هم
میتونن جلوی پروگرشن رو بگیرن و میگن ارلی بشه. های افیکیسی، این مال پاتریک فرموشه و پاتریشیا کویل، های افیکیسی تراپی برای تریتمنت نایف ایندیویدوال، و از 2022 اکسپرت اپینین عمدتاً اینو میگن و میگن که ما چند تا اشکال داریم تو ام اس. یک، lack of disease progression marker داریم، پروگرشن مارکرهای خوبی نداریم، بنابراین از همون اول حواسمون باشه. دو، خیلی اتفاقایی که ما الان منتظریم بیفته در مغز مریض قبلا افتاده، این اتفاقا افتاده و اتفاقی که هست هنوز اکسپرت کانسنسوس نداریم که کی عوض کنیم، آیا با تغییر نمیدونم کاگنیتیو عوض کنیم یا نکنیم، بنابراین از قوی ترین دارویی که میتونیم برای بیمارمون استفاده میکنیم. Doing now what patient need next، این شعار این گروه هاست. برای اینکه این گروه ها از موضع خودشون حمایت کنن و دفاع کنن، اومدن بیماران رو تقسیم بندی کردن به 3 گروه. زمانی که قبل از سال 99 اصلا داروها اویلیبل نبود، از 94 تا 2000، 2001 تا 2004، 2005 تا 2009، از بعد از رژیم های افیکیسی، و میبینن پروگنوز بیماران در همه این گروه ها متفاوت شده. یعنی الان بیمارای ام اس درسته که سریعتر تشخیص میدیم، ولی به مدد داروهای قوی تر پروگنوز بهتری رو دارن پیدا میکنن نسبت به مریضای 20 سال پیش. این کاریه که خانم تینتوره انجام داد. پارادیگم شیفت، ما یه پارادیگم داشتیم یا پارادایم شیفت که باید شیفت کنه. شیفت به چه سمتی؟ early initiation of high efficacy. 1 ماه پیش مقاله یا 2 ماه پیش آقای زاویر مونتالبان چاپ کرد، عنوانشو گذاشت not early very early very early initiation. نمیخوام بگم حالا من طرفدار very early ام، ولی پارادایم داره شیفت میکنه به سمت early initiation of high efficacy therapy. این مطالعات متعدده. ببین moderately effective medicine با high efficacy therapy، بیمارایی که از اول moderate گرفته بودن با بیمارانی که های افیکیسی گرفته بودن، تفاوتات تو همه چی. این مطالعه فرانسویه، همه گروه ها دارن آنالیز میکنن دیتاهاشون رو و هی یکی یکی دارن دیتاهاشون رو میدن بیرون. باز این مطالعه ریل ورد کلینیکال و اکونومیک اوتکامه که این مطالعه یک مطالعه اسپانیایی بود و این گایدلاین برزیلیه که به نظر من یک گایدلاین خیلی قشنگه. به عنوان اسلاید آخر میذارم، ببخشید خانم دکتر اگه وقت شما رو گرفتم. و میگه که بر اساس پروگنوستیک فاکتورها تصمیم بگیرید برای اینکه میخواید درمانی رو برای بیمارتون شروع کنید. اینکه اگه 2 تا بود، 3 تا بود، 1 بود، کدوم به کدوم بود دست خودتونه. اگه بیماری پور پروگنوستیک فاکتور بود شروع کنید و جالبتر اینه که ایوالویت کنید ساب کلینیکال دیزیز اکتیویتی با نوروفیلامنت. اگه نوروفیلامنت شما بالاست بازم داروتون رو عوض کنید. برزیلیا اینقدر پیشرفت کردن گایدلاینش. میگه حتی اگه مریضتون کنترل نیست، به خاطر اینکه ما های افیکیسی تراپی داریم، داروتون رو اسکالیت کنید، از نوروفیلامنت استفاده کنید. نوروفیلامنت بالای 15، نوروفیلامنت 10 تا 15 و نوروفیلامنت زیر 10. اگه زیر 10 باشه اوکیه. 10 تا 15 رنگ زرد داده و بالای 15 رنگ قرمز رو داده. ما متاسفانه فعلا نمیتونیم نوروفیلامنت رو چک کنیم. Early High Efficacy Therapy. و دلم نمیاد اینو نگم، این سخنرانی آقای گوین جیوانونیه که در حقیقت خیلی راجع به های افیکیسی تراپی صحبت میکنه و میگه که ما در درمان ام اس ریسک بنفیت داریم دیگه، همیشه حواسمون به ریسکه، ولی چیزی که فراموش میکنیم همیشه اینو میگیریم، میگیم ریسک دارو در مقابل ریسک داروی پرخطر، ریسک داروی کم خطر. چیزی که یادمون میاد ریسک خود ام اس. خود ام اس میخواد چی کار کنه و همیشه ما فکر میکنیم ام اس رو میذاریم کنار، میگیم دارو مثلا فرض کن سینووکس در مقابل نمیدونم فینگولیمود عوارضش بیشتره، خب، یا مثلا اوکرلیزوماب در مقابل نمیدونم داروی چیز اون عوارضش بیشتره، ولی ریسک خود ام اس رو فراموش میکنیم. میگه اگر ما 100 تا
بیمار داشته باشیم، حالا یک ترمی رو میبره به اسم گامبلرز دلیما، میگه کسایی که قمار بازی میکنن همیشه یه دلیما دارن، دلیمای بردن دارن. میگه ما اگر 100 تا بیمار داشته باشیم بر اساس مطالعات و دیتاها، خب اگه به اینها در حقیقت لو افیکیسی تراپی بدیم، بر اساس شواهد 20 تا بیمارمون کنترل میشن، حدود 40 تا بیمارمون کلینیکال اکتیویتی دارن و یه تعداد بیمارمون هم MRI اکتیویتی دارن. فقط 20 تا هستن که میتونن کامل کنترل بشن. اگر بیایم از تایر 2 استفاده کنیم، مدیوم افیکیسی استفاده کنیم، 40 تا بیمارمون خوب جواب میدن و 30 تا بیمارمون ریلپس دارن، 30 تا بیمارمون هم MRI اکتیویتی دارن. ولی اگه بیایم از اول های افیکیسی استفاده کنیم، تایر 3، 80 تا بیمارمون در طی 5 سال کاملا استیبل میشن و امروزه دارن میبینن که اون 5 ساله خیلی پروگنوز رو، کنترل اون 5 ساله خیلی در لانگ ترم پروگنوسیس مؤثره. 20 به 80، 40 به 60 و 80 به 20 تایرهای مختلفیه که داره صحبت میکنه و میگه که سوئدی ها خیلی، یه مطالعه دیگر رو پرزنت میکنه، میگه سوئدی ها خیلی به بیسل تراپی علاقه دارن و 70% مریضاشون رو میذارن روی بیسل تراپی از اول، برعکس دانمارکیا که خیلی با لو افیکیسی میرن. و بعد میگه پروگنوز این دوتا مریض رو، دوتا گروه رو نگاه کردن، بعد از 10 سال دیدن بیمارانی که در سوئد زندگی میکردن پروگنوز اینها از نظر دیسابیلیتی واضحاً بهتر بوده. و این جمله رو میگه کاش صداشو میشد بذاریم که من اگر MS بگیرم دلم میخواد که در سوئد MS بگیرم و این تفاوت رو در حقیقت میگه. خب این آخرین اسلاید من. بریرهای ارلی های افیکیسی تراپی چیه تو مملکت ما یا توی دنیا؟ تا سال 2019 فقط 25%، البته الان خیلی زیاد شده، فقط 25% جمعیت اروپا ارلی های افیکیسی تراپی دریافت میکردن. این عدد الان خیلی بیشتره. مهمترینش اینه که فعلا یک رندومایز کنترل ترایال واضحی که جوابش اومده باشه نداریم. 2 بیمه ها گیر میدن. 3 پزشکا اینرشی دارن. اینا باعث میشه که ارلی های افیکیسی تراپی یه ذره سخت‌تر بشه. Among physician hesitancy in prescribing high efficacy therapy ممکنه که یکی از دلایل و بریرهایی باشه که این هزیتنسی یا اینرشیا در حقیقت باعث میشه. خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم، ببخشید. سرکار خانم دکتر نوردی از متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ MS از همکاران خیلی خوب ما در بیمارستان سینا راجع به اوکرلیزوماب frequently asked questions صحبت میکنن. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید. با عرض سلام و ادب خدمت همه همکاران عزیز و گرامی، تشکر میکنم از شرکت سیناژن به خاطر برنامه علمی خوبی که برگزار کردن. تشکر میکنم از استاد صحراییان، مثل همیشه ما همیشه مباحث از ایشون یاد میگیریم، یعنی هیچ وقت سخنرانی تکراری نمیشه. خب با داروی اوکرلیزوماب و سوالهایی که در موردش خیلی این روزها شایع تره من در خدمتتون هستم. همه همکاران عزیز تجربه خوبی با این دارو دارن. فقط یه چند تا سوالی که خب همیشه بحث برانگیزه، من نمیخوام که خیلی چیزای تکراری رو بگم. البته سوالی که استاد فرمودنم سعی میکنم در آخرش یه اشاره بهش بکنم، ولی تو اسلایدهای من نیست، چون سعی کردیم چیزایی رو بذاریم 10 تا سوال شایعی که این روزها بیشتر سوال میشه و شاید حتی بین خود اکسپرت ها هم همیشه سوال هست که بالاخره این کار رو بکنیم، در مورد داروی ذاکره نکنیم و به اون خواهیم پرداخت. سوال اولی که این روزها خیلی سوال پرسیده میشه که آیا بالاخره وقتی ما داریم داروی اوکرلیزوماب میدیم
ایمونوگلوبولین ها رو باید چک بکنیم، کی چک کنیم و چه درمان‌هایی در مورد بیمارانی که هایپوگاماگلوبولینمی اگر احتمالاً ایجاد شده باید در نظر بگیریم. این پریسکریپشن اینفورمیشن داروی اوکریزومب هست. همونطور که می‌بینیم توصیه شده که قبل از درمان از لحاظ هپاتیت بی، ایمونوگلوبولین ها و واکسینیشن بیماران رو ما ارزیابی بکنیم. گایدلاینی که خود ما داشتیم به این شکل بود، یعنی گایدلاینی که داده شد، چیزایی که گفته شده بود چک بشه CBC، LFD، VZV آنتیبادی، از این نظر که آیا بیمار ما آبله مرغون گرفته یا نگرفته و نیاز هست واکسن بزنه یا نه. هپاتیت بی که HBS آنتیژن و HPC آنتیبادی چک میکنیم، HCV آنتیبادی، HIV توصیه شده بود PPD چک بشه و از لحاظ پرگنسی بیمار ما ارزیابی بشه. یک کانسنسوس اخیری که ما داشتیم با اساتید عفونی که در زمینه MS هم با ما همکاری خوبی داشتن و جمعی از اساتید و دوستانی که بیشتر در زمینه MS کار میکنن، جمعی که صحبت هایی که شد و نتیجه‌ای که به زودی من فکر میکنم گایدلاینش رو خواهیم داشت، اینه که توصیه شد واقعا PPD چک کردن خیلی جایگاهی نداره، به دلیل اینکه داروی اوکریزومب یا زاکرل خیلی نقشی در اکتیویشن TB نداره. ولی در عین حال توصیه شد از ابتدا ما IgG، IgM و IgA رو چک بکنیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که مثلا اگر بیمار ما IgA دیفیشنسی داشته باشه و قرار باشه ما بعداً بهش IVIG بدیم، خب نمیدونیم که الان در اثر دارویی که IgA دیفیشنسی داره یا بیمار به صورت هردیتری بوده و ما ممنوعیت دادن IVIG داریم. پس توصیه میشه و اینکه خب بدونیم سطح سرومی بیمار به چه شکل بوده که بعداً که دوباره چک میکنیم بیمار رو یه سطحی داشته باشیم. پس فعلا گایدلاینش نیومده، ولی ما خودمون دیگه واسه شما PPD چک میکنیم برای بیماران اوکریزومب. ما دیگه PPD یا ایگرا واسه بیمار اوکریزومب یا زاکرل چک نمی کنیم، ولی به جاش سطح سرومی ایمونوگلوبولین ها توصیه شده که بهتره اگر دسترسی داریم چک بشود که بدونیم چه خبره. این باز توصیه که توی پریسکریپشن اینفورمیشن دارو شده که ایمونوگلوبولین ها چک بشه و اگر از ابتدا پایینه، من شخصا تا حالا چنین بیماری نداشتم، ولی اگر از ابتدا پایینه خب باید کانسالت بشه با همکاران ایمونولوژی، ولی اگر بعداً در روند دریافت دارو پایین میاد خب باید منیجش کرد. منیجمنتش هم میتونه به این شکل باشه که اگر IgG ما آنچه که اهمیت داره IgG اگه بالای 500 نیاز به کار خاصی نداره، اگه بین 300 تا 500 یا 150 تا 300 و بیمار ما سیریس اینفکشن داره یا ریکارنت اینفکشن داره، خب توصیه میشه اینجا براش IVIG میتونیم بدیم. زیر 150 حتی اگر که بیمار ما سیریس اینفکشن هم نداشته باشه توصیه میشه که IVIG رو بدیم. چجوری بدیم؟ 400 میلی گرم پر کیجی به بیمار داده میشه برای 3 دوز. 3 ماه به بیمار میدیم و بعد دوباره چک میکنیم بالای 800 اگر اومده باشه خب میتونیم که برای بیمارمون درمان رو شروع بکنیم، یعنی مجددا اوکریزومب رو بدیم. خب ما میدونیم که ما IVIG نداریم. آنچه که بنده خودم در پرکتیس هم انجام میدم، اگر بیمارم ریکارنت اینفکشن یا سیریس اینفکشنی داشته باشه که توصیه هم که شد اینه که UTI و عفونت‌های ادراری اونم در خانم‌ها چون خیلی شایع هست اینو به عنوان ریکارنت اینفکشن ما نمیگیریم. اگر که ریسپیراتوری اینفکشن مکرر داره این رو میگیریم، یا عفونت‌های دیگه. عفونت‌های زنان و عفونت‌های ادراری جز ریکارنت ها محسوب نمیشه و حتی توصیه شد که شما اگر بیمارتون علامت نداره این رو دائم نیاین UAUC ازشون بگیرین، چون به هر حال یه چیز شایع است و باکتریوری و شما هر دفعه درمان میکنین در حالی که بیمار علامت نداره و فقط مقاومش میکنین به آنتیبیوتیکا. پس اگر بیمار علامت داره
چک میشه. اگر ریکارنت UTI هم محسوب نمیشه و اگر زیر 300 باشه و سیریس اینفکشن یا ریکارنت اینفکشن داشته باشه با IVIG که خیلی هم سخت میشه تامینش کرد، ما اینو ریپلیس میکنیم. این مطالعه دیگه ایه که اخیراً چاپ شد و دیدن در کل بیمارانی که سالهای طولانی 9-10 سال اوکریزومب رو گرفتن و ایمونوگلوبولین زیر سطح نرمال دارن، نسبت به کل گروهی که اکسپوژر داشتن با داروی اوکریزومب، در اینها سیریس اینفکشن بیشتر نبوده. پس بنابراین خیلی نباید از این قضیه ترسید، ولی توصیه شده که شما قبل از هر بار تزریق IgG سرم رو از بیمارتون چک بکنین که در جریان بیماریش باشید. سوال دومی که خیلی اهمیت داره در مورد اینه که واکسن ها رو چیکار بکنیم. بالاخره ما بیماری که میخوایم برش دارو شروع بکنیم از لحاظ واکسینیشن چطوری چکش بکنیم و چه کارهایی براش انجام بدیم. این یک مطالعه است، ولوس استادی، که تو این اومدن ارزیابی کردن که بیمارای MS رو وقتی واکسن‌های مختلف براشون تجویز شده بود به چه شکلی پاسخدهی داشتن و توصیه آخرشون این بود که اگر واکسن زنده یا زنده ضعیف شده میخوایم بدیم، مثل چی؟ اون چیزی که ما بیشتر داریم میدیم مثل واکسن آبل مرغونه، این باید 4 هفته فاصله داشته باشه با تزریق اوکریزومب. و اگر واکسن‌های دیگه، اکثر واکسن‌های دیگه ما کشته شده است، یعنی دیگه زنده یا زنده ضعیف شده نیست، اینا بعد 2 هفته قبل از داروی اوکریزومب باشه که بهترین افیکیسی رو داشته باشه، حداقل 2 هفته. و واکسن‌های زنده و زنده ضعیف شده رو ما نمیتونیم که در طی مدت زمانی که داریم داروی CD20 تراپی به بیمارمون میدیم براشون استفاده بکنیم. باز این درباره واکسن هپاتیته که خب الان توصیه شده HBS آنتیبادی رو هم شما در همون ابتدایی که بیمار میاد ازش چک بکنین و اگر بیمار رو میخواییم بذاریم رو داروهای لو افیکیسی که من خب همون موقع بهش میگیم بره واکسن هپاتیتش رو بزنه. اگر های افیکیسی میخواییم بهش بدیم که همونطور که استاد فرمودن امروزه ما خیلی از بیمارامون رو داریم با داروهای های افیکیسی شروع میکنیم، خب این بیماریه که پروگنوز خوبی نداره. بنابراین برای یک واکسنی که میشه بعدش هم داد، من شخصا هیچ وقت صبر نمی کنم، به بیمار توصیه میکنم که بعد از تزریق داروش بره واکسن هپاتیتش رو بزنه، چون 3 نوبته، این 3 نوبت 7 ماه طول میکشه و اگر ما صبر کنیم مریضی که هایلی اکتیو بره واکسن هپاتیت بزنه، خب زمان زیادی رو از دست دادیم. ولی چک کنیم و اگر بیمارمون مایلده و داریم با داروهای مالد شروع میکنیم که چه بهتر، همون ابتدا بهش بگیم بره واکسن هپاتیتش رو بزنه. اگر هم بیمارمون بیماریه که اگریسیو یا هایلی اکتیو یا پروگنوز خوبی نداره، اینم ما نمیتونیم صبر کنیم واکسن هپاتیت کامل بشه، توصیه میکنیم بعد از تزریق داروش بره واکسن هپاتیت رو هم تزریق کنه. و این هم به همین شکل در یه کانسنسوس مال اکتریمز EAN که این نکته‌ای که من از این میخواستم خدمتتون بگم اینه، اگر بیمارمون رو اوکریزومب دادیم، ریتوکسیمب دادیم، این بیمار رو وقتی دارو رو حتی قطع میکنیم باید 18 ماه 12 ماه صبر کنیم بعد واکسن زنده بهش بدیم. پس بنابراین نمیتونیم تا ریتوکسیمب رو قطع کردیم تا اوکریزومب رو قطع کردیم 1 ماه بعدش به بیمارمون بگیم که برو واکسن زنده مثل آبل مرغون رو بزن، چون من گاهم میبینم این اتفاق میفته، یعنی بیمار مثلا چک نشده بهش ریتوکسیمب داده شده، بعد یه دفعه یادشون افتاده که خب این واکسن نزده، ریتوکسی رو قطع کردن، گفتن خب حالا برو 1 ماه بعدش واکسن بزن. 12 ماه برای ریتوکسیمب، برای اوکریزومب 18 ماه. حالا این تفاوتش من نمیدونم دقیقاً رو چیه، چون بعد بی سل ها برگرده و نرمال بشه و ریپاپیولیشن پیدا کنه و بعد ما بتونیم واکسن بدیم. پس چه بهتر که قبل از شروع درمانمون تکلیف واکسن آبل مرغون رو
مشخص کنیم. خب بیمار ما الان یه بیمار هایلی اکتیو و اگریسیو و اومده ویزدوی آنتیبادیش هم منفیه، چی کار بکنیم؟ حالا من اینو تو خود قسمت ویزدوی خدمتتون خواهم گفت. یه سوال دیگه که مطرح میشه اینه که آیا حتما باید ویزدوی چک کنیم؟ بر اساس این مطالعات میبینیم که نشون داده شده و توصیه شده که هم هیستوری آبله مرغوم گرفته بشه، هم تیتر ویزدوی آی جی جی در بیمار چک بشه. چرا؟ چون که به صورت مودریتلی ریسک عفونت آبله مرغوم با داروهای CD20 میره بالا و همونطور که میبینیم ولی در مورد TB اتفاق نمیفته و توی این ستون ما میبینیم که TB رو زیاد نمیکنه. پس ما ترسی از TB نداریم، PPD چک نمی کنیم ولی حتما ویزدوی رو چک میکنیم. خب اگر بیمار ما هایلی اکتیوه چی کار بکنیم؟ این کیساییه که ما با نظر استاد صحراییان جمع آوری کردیم. بیمارانی هستن که بیمار اگریسیو بود، ما زمان نداشتیم، بعد دارو رو شروع می کردیم، واکسن هم می زدیم. بیماران رو تایسابری گذاشتیم. تو این مطالعه 16 تا بیمار که الان فکر میکنم مطالعه یه مقاله بعدی که میاد 80 الی 100 تا بیمار تایسابری هن که واکسن زده شدن. اولین بار بوده که این کار در جهان انجام شده. البته بعدش هم یه مقاله بعدی اومد. بیمار رو گذاشتیم رو تایسابری، واکسن آبله مرغون رو دادیم، هرچند که اونجا هم اجازه نداشتیم ولی بر اساس مکانیسم اثر تایسابری استاد فرمودن که میشه این کارو کرد. واکسن رو زدیم و بعد مثلا بعد از 1 سال که بیمار دیگه ایمن شده بود بردیمش روی داروی اوکریزومب و خب زمان رو هم برای بیمار از دست ندادیم. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که CD19 بیمارمون رو داریم اوکریزومب میدیم. خب ما با ریتوکسیمب خیلی وقتا CD19 چک میکردیم و بر اساس CD19 تصمیم میگرفتیم که حالا ریتوکسیمب رو 1 بدیم یا 2 تا بدیم که البته معمولا این کارو بعد از اینکه بیمار چند نوبت دارو گرفته باشه انجام میدیم. من معمولا خودم توی 2 سال اول سعی میکنم این کارو نکنم، به خصوص اگر عفونتی چیزی نداره با 1 گرم میرم جلو، مریضای انما رو با 1 گرم میرم جلو. ولی درباره اوکریزومب چیکار کنیم؟ CD19 چک بکنیم یا نکنیم؟ این باز مقاله‌ایه که خود آقای استفان هازر که استادم راجبشون صحبت کردن توی کانتینیوم دادن و میبینیم که هیچ صحبتی از این که CD19 چک بشه تو مانیتورینگ گفته نشده و همچنین این گایدلاین سوئیسیاست که باز میبینیم ایمونوگلوبولین ها رو گفته چک کنیم، CVC گفته چک کنیم قبل از هر دوره تزریق، ولی هیچ صحبتی از CD19 نشده. چرا؟ به خاطر اینکه دوز اوکریزومب قرار نیست فعلا کمتر از 600 میلی بشه. اگر بیمار ما مشکلی نداره با دارو کنترله، ما هر 6 ماه 600 میلی گرمش رو بهش میدیم و همچنان هم مطالعاتی داره میاد که شاید دوز اوکریزومب بره بالاتر، یعنی به جای 600 بشه 1000 هر 6 ماه. بنابراین فعلا مگر اینکه بیمار ما اتک داشته باشه رو اوکریزومب و ما CD19 رو چک کنیم که ببینیم آیا افیکیسی دارو پایین بوده یا اینکه نه این بیمار به دوز بالاتری از اوکریزومب نیاز داره. پس در حال حاضر CD19 برای بیمارانی که روی زاکرل هستن چک نمیشه. سوال 5 درباره HPV که خب گفتیم حتما برای هپاتیت ها خیلی مهمه که قبل از شروع اوکریزومب، چون ریسکی که وجود داره با اینه که ریاکتیویشن هپاتیت رو ما داشته باشیم در بیمارانی که تست مثبت داشته باشن. از بیمار HPS آنتیژن HPC آنتیبادی چک میکنیم. اگر اینها یکیشون مثبت شد آیا بیمار ما دیگه نمیتونه اوکریزومب بگیره؟ خیر، چه حتی اگر وایرال لود بالایی داشته باشه ممنوع نیست، باید بیمار کانسالت بدیم به همکاران عفونی یا گوارش. اونها برای بیمار آنتی وایرال شروع میکنن که معمولا تنوفویر رو که شروع کردن ما اجازه داریم که بهشون داروی CD20 مون اوکریزومب رو بدیم. پس ممنوعیتی وجود نداره، فقط حتما باید چک بشه، حتما باید
آنتی وایرال شروع بشه و الا خب خطرناک خواهد بود. اگر آنتی وایرال رو شروع کردین دیگه ترسی از دادن دارو نخواهیم داشت. تا کی بعد آنتی وایرال رو ادامه بده؟ این گایدلاینیه که جی آی آمریکا داده بیرون و برای کل ایمونوساپرسیوا گفته تا 6 ماه بعد از قطع دارو، برای داروی ریتوکسیماب و اوکریزوماب 12 ماه رو ذکر کرده. پس دارو قطع نمیشه مگه اینکه حالا اون مشاوری که ما باش کانسالت کردیم به دلیلی ما رو راضی کنه که تنوفویر دیگه نمیخواد ادامه داده بشه. ما الان مریضای متعددی داریم دارن تنوفویر رو میگیرن و داروی آنتی CD20 شون رو هم استفاده میکنن. سوال ششمی که خیلی پرسیده میشه اینه که بیماران ما که دارن مونوکلونال آنتیبادی ها رو میگیرن، حالا این هم در مورد تایسابری هم در باره زاکرل و ریتوکسیمابه، اینها حدود 1 ماه قبل از در تزریق بعدیشون خیلی وقتا میگن بدتر شدیم. خانم دکتر ما به تزریقمون که نزدیک میشیم، آقای دکتر ما به تزریقمون که نزدیک میشیم احساس میکنیم علائممون برگشته. یه مقاله ای اومد که اینو به عنوان فنومن ویرینگ آف مطرح کرد. گفتش که خب این چه اتفاقی میفته؟ بیماران 1 ماه قبل یه سری سیمتومایی دارن، معمولا هم به صورت خستگی، درد پا، احساس گزگز، به صورت اتک واضح نیست. دیدن این علائم ربطی با دیزیز اکتیویتی نداره و فقط یک سری علائمیه. حالا بعضی از اکسپرت‌ها توصیه کردن که یه مقدار تزریقا زودتر انجام بشه، بعضی‌ها گفتن نیازی نیست، ولی به عنوان پدیده ویرینگ آف مطرح شد. مقاله جدیدتری هم اخیراً اومد که اینها هم رفتن بررسی کردن این علائم رو و اینها گفتن که نه زیاد ارتباطی نداره، ما ویرینگ آف رو خیلی قبول نداریم و بیشتر این فلاکچویشن خود بیماریه. یعنی شما اگر دقت کرده باشین به خصوص بیمارای پروگرسیو فلاکچویشن دارن، خودشون هم میگن یه هفته بهتریم یه هفته بدتریم، ولی این ما به طور کلیشون رو میگیریم که بدتر شدن یا بهتر شدن. گفتم اون فلاکچویشن وقتی همزمان میشه به نزدیکی تزریق دارو، بیمار احساس میکنه که بدتر شده. پس به هر حال به نظر میاد که این 1 ماه 2 هفته قبل از تزریقشون که میگن علائم ما بدتر شده ارتباطی با دیزیز اکتیویتی نداره و حالا شاید در بیماری اگر ما به این نتیجه برسیم که واقعا نیاز هست که دارو رو زودتر از 6 ماه بزنه و بتونیم بیمار رو راضی کنیم این کار رو انجام بدیم، ولی در خیلی از بیمارا همین که ریاشورنس بدیم به بیمار کافی خواهد بود. سوال 7می که خیلی مطرح میشه اینه که خب ما الان یه بیمار داریم روی داروهای خط اول، روی فینگولیمود، روی تایسابریه، اینو میخوایم که سویچ کنیم به CD20 تراپیا، چقدر باید واشینگ پریود داشته باشیم؟ این جدولیه که ارائه شده برای این قضیه. من 2-3 تا نکته رو بگم راجع بهش. در مورد دیمتیل فومارات خب با توجه به اینکه میدونیم هاف لایف خیلی کوتاهی داره ما بهشون چیز نمیدیم، اصلا واشات خاصی لازم نداره. داروهای اینترفرون و جی ای و اینا به همین طوره. تریفلونوماید هم که قبلا میگفتن که بعد برید اسلریشن الیمینیشن بدید، الان دیگه برای سویچینگ ما این کار رو انجام نمیدیم چون واقعا ریسک خاصی نداشت. در مورد داروی فینگولیمود من شخصا اینجا گفته 1 ماه، ولی آنچه که ما از استاد یاد گرفتیم و به هر حال نظر اکسپرت ها جایی دیگه هم پرسیدیم به همین شکله، 2 هفته بیشتر صبر نمی کنیم چون پدیده ریباندش واقعا خطرناکه. من واقعا فکر میکنم من خودم داروی بعدی رو می نویسم به بیمار میگم برو وقت تزریق تو بگیر، هر وقت همه این کارا رو کردی بعد فینگولیمود رو قطع بکن. کلا هم فینگولیمود رو خیلی کمتر این روزا دارم تجویز میکنم، یعنی فکر میکنم تو سال گذشته 3-4 تا دونه بیشتر ننوشتم. اینقدر که این ماجرای ریباند بعد از قطعش خطرناکه و بیمار رو دیزیبل میکنه و بیمارای ما هم که ماشاءالله یعنی واقعا خیلی هاشون این کارو میکنن، یا جوونن یا بچن یا سنشون بالاست، یعنی هر کدوم از این دسته ها من دیدم که
یا دارو رو قطع کردن یا دارو به یه دلیلی تو شهرستان گیرشون نیامده خورده به عید. ما بیماری داشتیم که 12 روز تعطیلات عید داروش گیرش نیامد و یک ریباند وحشتناک کرده بود. بنابراین وقتی داروی فینگولیمود رو میخوایم شروع کنیم خیلی دقت کنیم، بیماری باشه، زیر چشممون باشه، منظم باشه، کاگنیشن خوبی داشته باشه، همراه خوبی داشته باشه و وقتی هم میخوایم تغییرش بدیم 2 هفته بیشتر من صبر نمی کنم. در مورد داروی تایسابری هم 1 ماه. یعنی حتی بیماری که روی اکستندد دوز هست، مثلا داره 45 روزه میزنه، 50 روزه میزنه، اینو میخوایم چنج بکنیم، به هر حال تایسابری هم ریباند داره. تا داروی بعدی ما اوکریزوماب بیاد اثر کنه خودش 2-3 هفته زمان میبره. بهتره این بیماران هم همین 1 ماه سر 1 ماه داروی بعدی تزریق بشه و چون یه موقع میبینیم بیمار واقعا خوب بوده و فقط به خاطر قطع این داروهاست که ریباند کرده و وضعیتش واقعا دشوار شده. سوال 8می که خیلی سوال هم بیمارا خیلی میپرسن هم همکارا اینه که خب حالا ما اوکریزوماب رو تا کی ادامه بدیم؟ شروع کردیم، بیمارمون خوبه، الان شرایطش چند ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله داره دارو رو میزنه، آیا ادامه این مشکلی نداره؟ خب ما دیتاهایی که داریم یکیش یعنی طولانی ترین دیتایی که داریم دیتای 10 ساله است. پس دیتای 10 ساله رو ما داریم که از فاز 2 شروع کردن بیمارانی که حتی 2000 گرفته بودن اول اوکریزوماب رو وارد این مطالعه 10 ساله کردن. البته خب بعدش دیگه همون 600 میلی هر 6 ماه رو گرفتن و دیدن که آیا اینا سیفتی کانسرن خاصی داشتن و دیدن که واقعیت اینه که باز بیشترین عارضه‌ای که داشته همون فقط اینفیوژن ریلیتد ریاکشن بوده و بیماران عارضه جدیدی، یعنی ما بگیم در طی زمان عوارضشون بیشتر شد، سیریس اینفکشناشون بیشتر شد، مالیگننسی توشون اتفاق افتاد. هیچ کدوم اینها در این مطالعه گزارش نشد. همچنین این در بیماران PPMS که بالای 7 سال داروی اوکریزوماب گرفته بودن دیدن هیچ سیفتی کانسرن جدیدی برای این بیماران اتفاق نیفتاد. در مورد مالیگننسی که تو ترایال اولیه 3 تا کیس گزارش شده بود باز دیدن که این 3 تا کیسیه که با جنرال پاپولیشن ریتش میخونه و بیشتر نیستش و بنابراین از لحاظ مالیگننسی هم تو مطالعات توی این چند سالی هم که مطالعه کردن ریت برست کانسر یا کلا مالیگننسی ها افزایش نیافته بود. بعد توصیه شده که شما اسکرینینگ رو در این بیماران بهشون توصیه بکنید. اگه بیمارتون بالای 40 ساله خب باید بر اساس گایدلاین اسکرینینگ برست کانسر یا هر کانسر دیگه همه بیماران توصیه بشن که برن و ارزیابی بکنم، ولی ما افزایش ریسکی نداشتیم. این هم باز مطالعه جدیدتریه که در ارتباط با سیفتی داروی اوکریزوماب اومد و باز سیفتی کانسرن جدیدی سیریس اینفکشن و مالیگننسی نشون نداد که توی این مطالعه بالای 10 سال ما نکته جدیدی داشته باشیم که ما رو نگران بکنه برای ادامه دارو. پس مشکلی نخواهد بود اگه بیمار ما با دارو خوبه ادامهش میدیم. گاهی آقا تو کشور ما محلول نورمال سالین کمیاب میشه، حالا بگم خدا رو شکر یا خدا رو نشکر. سوال همکاران این خواهد بود که حالا به جز خدا رو شکر چیز دیگه ای نمیتونیم بگیم. یعنی محلولی که توصیه شده دارو توش تزریق بشه نیست، چیکار کنیم؟ با توجه به اینکه مطالعه با نورمال سالین بوده توصیه نمیشه که شما در محلول دیگه ای تزریق بکنین دارو رو و ما نمیدونیم که واقعا حلالیتش تو محلول چطور خواهد بود. به نظرم حالا هر جوری شده نورمال سالین رو حداقل برای اوکریزوماب ما در دسترس بکنیم که بیمارانمون با نورمال سالین بزنن. خب سوال 10 و سوال آخری که من اینجا گذاشتم سوال در مورد پرگننسیه. خب بیماران ما اکثرشون تو سنین پرگننسی هستن.
داروی اوکریزومب میگیره، یکی از داروهایی که امروزه خیلی هم طرفدار داره و اتفاقا اگر بیمار ما تصمیم به بارداری داره ما میبریمش رو اوکریزومب. چیکار کنیم؟ چه دیتاهایی داریم؟ همه دیتاهایی که اومده درباره پرگننسی نشون داده که واقعا رشد و تکامل بچه‌های افرادی که قبل از بارداری زدن نرمال بوده، مشکل خاصی نداشته. حتی تو این یکی مطالعه که توی بیماران میاستنی گراو NMO هر کی داشته که هر بیماری اوتوایمیونی که داشته ریتوکسیماب میگرفته بررسی کردن، دیدن که بیماران حتی اونهایی که توی 3 ماه اول دارو رو تزریق کردن مشکل خیلی حادی نداشتن. توصیه میشه که شما دارو رو تزریق کنین، 1 ماه فاصله بدید، بعد به بیمار اجازه بدین که اقدام کنه تو 5 ماه بعدی برای بارداری. این چیزیه که اساتید و اکسپرت ها اعتقاد دارن بهش. لازم نیست 6 ماه صبر کنه، لازم نیست 12 ماه صبر کنه. توصیه دیگه اینه که خب اگه بیمار شما تو 3 ماه اول یا 2 الی 3 ماه قبل از بارداری این داروها رو گرفته، به متخصص اطفالی که بچه رو به دنیا میارن و معاینه میکنه شما نامه بدین که CD19 از نوزاد به عمل بیاد و اگر CD19 پایینی داره نوزاد، واکسن‌های زنده به تأخیر بیفته. من چندین بار این نامه رو دادم، متاسفانه خیلی بهش بهای زیادی داده نمیشه، مشکلی هم پیش نیامده، ولی به هر حال از لحاظ لگال ما موظفیم که این کارو بکنیم. بعضیا میگن 3 ماه قبل تا 3 ماه اول اگر دارو رو گرفت این کارو کنیم، بعضیا میگن که تو همون 3 ماه اول. مطالعه‌ای که انجام شده بود فقط CD19 تو بچه‌هایی که تو 3 ماهه دوم بارداری دارو رو گرفته بودن تو نوزاد پایین اومده بوده. پس خیلی جای نگرانی نیست، ولی به هر حال این توصیه‌ایه که شده. شیردهی چی؟ این آخرین صحبتیه که اومده توی لاکتمت که همیشه توصیه‌های دارویی و شیردهی رو داره. توصیه کرده که هیچ ممنوعیتی وجود نداره، هم برای مادر هم برای نوزاد به نفعشونه که شیردهی صورت بگیره، چون در شیر ترشح نمیشه. تنها توصیه‌ای که شده اینه که 2 هفته بعد از زایمان صبر کنن، یعنی شیردهی شروع بشه، دارو 2 هفته بعد از زایمان تزریق بشه که این بهترین حالت. بیمار ما زایمانشو میکنه، آزمایششو میده، داروش تجویز میشه، سر 2 هفته با فاصله از زایمانش هم میره تزریقش رو انجام میده، شیردهیش هم میتونه داشته باشه. هیچ فاصله ای نگفته که شما لازمه بندازید، یعنی اینکه تزریقش رو که انجام داد بعد که فقط حین تزریق شیردهی انجام نمیشه. 4 ساعت تزریقش رو میکنه، میره خونه، شیردهیش رو هم داره. درباره سوالی که استاد فرمودن من متاسفانه نذاشته بودم، تفاوت ریتوکسیماب و اوکریزوماب. خب میدونیم که ریتوکسیماب مولکول کایمریکه، اوکریزوماب مولکول کاملا انسانیه. خب بنابراین اینفیوژن ریلیتد ریاکشن ها با اوکریزوماب کمتر. دارویی که اپرووال داره برای درمان MS و خب دوز مشخصی داره، مطالعهش مشخصه. الان تمام مقالاتی که داره میاد در مورد MS با اوکریزومابه. پس بنابراین وقتی ما تو کشورمون در حال حاضر موجود داریم و خب عوارضش هم کمتره، به صلاح بیمارمونه که قیمتش هم طوری نیست که یعنی ما نگران باشیم که به دست بیمارمون نمیتونه برسه. خب ترجیحاً داروی اوکریزوماب رو یا زاکرل رو جایگزین خواهیم کرد و ریتوکسیماب میمونه برای موارد NMO و بیماری‌های اوتوایمیون دیگه‌مون. خیلی تشکر میکنم از توجهتون. خب خیلی ممنون از خانم دکتر نوردی با سخنرانی بسیار آموزنده و خوبشون و پاسخ به سوالات شایعی که در فیلد وجود داره. ساعت الان 13:20 است. حدود 1 ربع تا 20 دقیقه وقت برای پرسش و پاسخ بذارین. اگر از دوستان سوالی هست بفرمایید. من سوال بالای 500 میتونید تجویز بکنید، ولی بعد گفتن IVIG که زدید بالای 800 تزریق بکنید برای IgG.
خواستم ببینم این چجوری از 500 یا 800 نرمال آی جی جی بالای 800 الی 1000 توصیه شده که نرمال بشه ولی اگر که زیر 500 بیاده که ما برای بیمار تزریق رو انجام میدیم. این کانسنسوسه. حالا من شخصا خودم اگه 700 هم شده باشه 600 هم شده باشه برای بیمارم تزریق میکنم اوکریزومب رو، یعنی منتظر 800 و 1000 نمیمونم. ولی خب اون توصیه‌ایه که بالاخره بزرگان کردن و ما میتونیم اون رو اینجا نشون بدیم. یعنی حالا استاد شما اگر نظری دارین لطف کنیم بفرمایید. اگر بیماری به خاطر پایین بودن آی جی جی به جایی رسید که به خاطر ریکارنت اینفکشن شما مجبور شدید آی وی آی جی بدید، این بیماریه که شما باید بذارید بالاتر بیاد، یعنی بیاد بالا 800 بعد بهش بدید. ولی اگه بیماری به خاطر اصلا اومده پایین، شما اوکرلیزوماب دادی اومده بالا 500، اینفکشنی هم نداره، اجازه دارید بدید. تفاوت تو اینه. یعنی زمانی که آی وی آی جی شما داری به یکی میدی، به کسی آی وی آی جی میدی که یه زمانی اومده زیر 250 یا زیر 150 یا ریکارنت اینفکشن داشته. اگه کسی ریکارنت اینفکشن داشت و ریپلیس کردید آی وی آی جی رو براش، این بعد اجازه بدید بالاتر بیاد که بهش بدید. این نشون داده که ریتوکسیماب شما یا زاکرل شما با قدرت بیشتری نسبت به بقیه داره ایمونوگلوبولینش رو میندازه. این دلیلش اینه. و الا اگر کسی نه، الان شما دارید به یکی اوکرلیزوماب میدید، چک میکنی 500 سابقه عفونت هم نداره، بهش بدید. این عفونت ها رو میشه یه صحبتی بکنید؟ عفونت هایی که پنومونی میکنن مریضا، بعضی وقتا پنومونی های لوبر وسیع دارن، این چجوری میشه داستان تغییر پروتکل دارویی؟ ببینید دو تا نکته رو من خدمتتون بگم، به خصوص در ارتباط با داروهای آنتی بیسل، هم ریتوکسیماب و هم اوکرلیزوماب. یکی از مواردی که اتفاق میفته اینه که بیمار پنومونی کنه. معمولا هم به دنبال یه سرماخوردگی ممکنه که یه پنومونی باکتریال سوار بشه، یعنی یه وایرال اتفاق میفته. خیلی وقتا کسایی که کووید گرفتن پشتش یه پنومونی کردن. اینو باید درمان کنیم، آنتی بیوتیک بدیم، درمانمون هم به عقب بندازیم. اگه به درمان اولیه‌مون جواب نمیده، همونطور که خانم دکتر فرمودن، ایمونوگلوبولین چک کنیم. اگر ایمونوگلوبولین ما پایین هست، آی وی آی جی بدیم. تا آی وی آی جی ندیم پنومونیمون خوب نمیشه. اما یک نکته رو توجه کنید، بعضی وقتا عفونی ها، متخصصای عفونی، خود ما و بعضی از متخصصین ریه به یه دیفرنشیال مهم دقت نمی کنن و اون هایپر سنسیتیویتی نومونایتیسه. هایپر سنسیتیویتی نومونایتیس یک نومونیت خود ایمنیه که در داروهای ضد بیسل و در بعضی از داروها دیده میشه و بیمار دچار سرفه، خلط، تب، علائم شدید میشه. وحشتناک هم است. با آنتی بیوتیک هم میدن جواب نمیده. من چندین کیس هم روی اوکرلیزوماب داشتم، هم روی ریتوکسیماب، هم روی فینگولیمود و هر کاری میکنن خوب نمیشه. بهش هم میگن یک پنومونی چیز داری، گاهی تا لب مرگ میره و مشاوره میدن که آقا بیاید این دارو شما رو داره میگیره، چه اتفاقی افتاده. آی جی جی چک میکنی 500 400 در حدی نیست بخواد این همه جواب نده. کورتون براش اضافه میکنه، این آب روی آتیشه. با استروئید این پنومونی نیست، این یک هایپر سنسیتیویتی نومونایتیسه. لطفاً اگر یک مریضی دیدید که پاسخ به آنتی بیوتیک نمیده، پنومونی حس میکنید هست، به خصوص عفونیا برخلاف ریه خیلی با این هایپر سنسیتیو نومونایتیس چیز ندارن، آشنایی ندارن، حتما بگید یه متخصص ریه ببینه. برای متخصص ریه هم بنویسید این آنتی بیوتیکای مختلف گرفته جواب نداده، من شکم به هایپر سنسیتیو نومونایتیس. گاهی آنتی بیوتیک و کورتون رو با هم میدیم، اصلا مریض از آسمون میاد زمین. یعنی شما نمیدونید که این کیسایی که من تجربه کردم واقعا اینا با سچوریشن های پایین، با گرفتن روز دوم کورتون میبینید که نه پالس نمیدیم، دگزامتازون میدیم یا کورتون خوراکی، مخصوصا با دگزامتازون. اینا براشون کورتیکو استروئید که میذاریم 8 میلی آی وی تی دی اس یا 8 میلی آی وی بی دی بر اساس شرایط بیمار و بلا فاصله میبینید که سچوریشن میاد بالا، حال عمومی مریض خوب میشه. ما یه ادوانس کورس داریم، یه کیسی رو آقای دکتر قفاری معرفی کرد که تا دم مرگ رفته بود و بعد براشون
کورتون گذاشته بودن بلافاصله و هی داره ریپورت میشه و گزارش میشه. اینو یادتون باشه دکتر. بعضی وقتا ما همش فکر پنومونی هستیم ولی این هایپرسنسیتیو نومونایتیس هست. معذرت میخوام دکتر شما. ببخشید آقای دکتر من سوال داشتم. اگر داروتون رو ادامه بدید بله تکرار میشه. یعنی اگر شما کسی هایپرسنسیتیویتی نومونایتیس پیدا کرد این احتمالاً یک مکانیسم خود ایمنی دیگه فعال شده. توصیه اینه که دارو عوض بشه. اگه دارو ادامه پیدا کنه این مریض هم در حقیقت لانگ کپاسیتیش میفته، اون فاکتورهای که همکارای ریه چک میکنن، همین که دوباره برای شما این اتفاق میفته. یک این. دو، اگر کورتونتون هم زود قطع کنید، یعنی مثلا تا بیمار دیسچارج شد کورتونتون رو قطع کنید، دوباره ممکنه تکرار بشه چون یه واکنش ایمنیه. آقای دکتر من 3 سوال دارم با عذرخواهی از همکارا. اولیش اینه که آیا برای تزریقات بعدی هم همه آزمایش‌ها رو باید انجام بدیم یا نه؟ دوم سوال اینه که میخوام یکی یکی جواب بدیم یادمون نره. ما کمی میخوام دکتر بفهم. استاد آزمایش هایی که دفعه اول میدیم هپاتیتات رو همه چک میشه، سطح ایمونوگلوبولین، ویزد وی آی جی جی و سی بی سی و ال اف دی و اینا. ولی دفعه های بعد فقط آی جی جی، سی بی سی، ال اف دی، یعنی دیگه هپاتیت رو هر بار چک نمی کنیم مگر اینکه حالا مثلا بیماری باشه که های ریسک باشه، یعنی شما فکر کنید که واکسن نزده، مثلا ادیکشن آی وی داره، دراگ آی وی استفاده میکنه، یا مثلا روابطی داره که این در معرض هپاتیت قرارش میده و میخوایم دوباره چک کنیم. ولی به طور معمول نیازی نیست هر دفعه هپاتیت چک بشه. ویزت وی هم که یک بار تکلیفش مشخص شد. سوال دوم اینه که شما در مورد درمان MS در این 2-3 ساعت هیچ صحبتی از پلاسمافرز نکردین. اندیکاسیونش در چه مواردی هست؟ درست. استاد خب ما درباره اتک صحبتی نکردیم. پلاسمافرز جایگاهش وقتیه که ما بیمارمون اتک داره و حالا میاد پالس تراپی میشه و بعد اگر به پالس تراپی جواب نداد پلاسمافرز میشه. اتفاقا من خودم اخیراً همین ریباندی رو که خدمتتون گفتم 2-3 تا بیمار ظرف 2-3 ماه گذشته من داشتم با ریباند اومدن، پالسشون دادم هیچ جوابی ندادن و تنها چیزی که جواب دادن پلاسمافرز بود. یعنی پلاسمافرز واقعا برخلاف آن چیزی که ما همیشه فکر میکنیم خب آخه MS بالاخره ما که آنتیبادی توش پیدا نکردیم چجوری قراره که با پلاسمافرز نتیجه بگیره. بیمارامون خیلی خوب نتیجه میگیرن اونهایی که به پالس جواب نداده باشن و گاهن هم بیمار ما وقتی میاد با یه اتک خیلی شدید مثلا پلژیکه، من آنچه که یاد گرفتم و انجام میدم از همون ابتدا پلاسمافرز و پالس رو با هم شروع میکنم و خب خیلی جواب خوبی میگیریم. بعد از اینکه شما مریض رو پالس کردین چه مدت بعد این داروهای که فرمودین برای شروع میکنین؟ داروهای اصلی شد DMD خیلی وقتا بلافاصله اگر بیمه به ما حالا شما میگید اگر در این فاصله مریض یه ریباند کرد وقت پلاسمافرز میکنین علیرغم که این داروها رو گرفته. ریباندو که قبلش کرده. نه ببینین الان شما مریض رو پالس میکنین، بعد از پالسش تموم شد میذارینش مثلا روی توکسیماب یا اکسیزوماب، درست؟ بعد هفته بعد مریض میاد دوباره به قول شما حالش بده و خیلی با یه اتک دیگه میاد، اون موقع پلاسمافرز میکنین؟ اگر یه مریض آقای دکتر بیاد که این بیمار الان اومده، همین بیماری که شما فرمودید ریلپس کرده، ما پالسش کردیم خوب شده دیگه، خب پالسش کردیم خوب شده، الان من براش زاکرل شروع کردم. الان زاکرل شروع کردم میاد و بیمار من دچار یک سیویر ریلپس شده. سوال شما اینه اگر بیمار من دچار سیویر ریلپس بعد از زاکرل شده چند تا دیفرنشیال داره. اولین دیفرنشیالش یک عارضه نادر یا یک واکنش نادر هست که در داروهای بیسل ممکنه اتفاق بیفته، بهش میگن immediate post-infusion reactivation. immediate post-infusion reactivation حالتی هست که وقتی شما یک دارویی رو میدید به جای اینکه مکانیسم معمول خودش رو ایفا کنه مکانیسم خلاف خودش رو ایفا میکنه. یعنی ریتوکسیماب یا زاکرل به جای اینکه بره بیهای سایتوتوکسیک رو بگیره
بی رگ رو میگیره، بی رگولیتوری سل ها رو میگیره. بی رگ ها اگه بیشتر بیفتن پایین بیماری شما اکتیو میشه. وقتی اکتیو شد اینجا جاش جاییه که یا هم میتونید کورتون بدید هم میتونید برای بیمارتون پلاسما کنید. خیلی وقتا اگه این ایمیدیت همونطور که خانم دکتر گفت خیلی شدید باشه ما پلاسما براش انجام میدیم. این یک دیفرنشیال که نادره، البته نادره، بلا فاصله تا 2 ماه ممکنه که اتفاق بیفته. بعضی از رفرنس ها 3 ماه هم میگن، شیوعش تا 2 ماه بعد. چرا اجازه هم دارید بعدش بزنید، به شرط اینکه الان میگم داستانش چطوره. اصلا رفتیم یه داستان دیگه میگم. اگه کسی این اتفاق افتاد و دفعه بعد به خصوص تو انمو که چیزی دیگه ای نداریم مثلا بهش بزنیم، مریض انمو به جای اینکه اتک خود انمو کنه ایمیدیت پست اینفیوژن داده. ما تو گایدلاین انمو هم نوشتیم اینو. اگه همچی اتفاقی افتاد دفعه بعدش از قبل از دادن ریتوکسیماب بهش کورتون خوراکی میدید، 30 میلی شروع میکنید، از 2 هفته قبل شروع میکنید تا 1 هفته بعد ادامه و تیپر میکنید و داروتون رو میدید. تو کسی که این اتفاق افتاده برای دفعه بعدی که میخواید داروی آنتی سی دی بی بدید با 30 میلی گرم پردنیزولون از 10 روز تا 2 هفته قبل شروع میشه تا 1 هفته بعد از اینفیوژن هم ادامه پیدا میکنه. این درمان ایمیدیت پست اینفیوژن ریلپس است. اگه ایمیدیت پست اینفیوژن ریلپس 2 بار اتفاق افتاد اون دارو رو باید عوض کن. اگه با کورتون هم دادی و اتفاق افتاد. این سوال قسمت اول. دیفرنشیال بعدی که داره چیه؟ که یه بیماری بیاد، الان من بهش زاکرل دادم، این ایمیدیت پست اینفیوژن ریلپس هم نیست ولی یه ریلپس کرده. صحبتی که خانم دکتر فرمودن و بسیار بسیار متین و منطقی و خوب بود، یه بیماری الان فینگولیمود میخورده، شما اومدید یه اتک کرده و پالسش کردید الان و بعد از پالس فینگوشو قطع کردید که بهش زاکرل بدید. اگر این زمان خیلی طول بکشه، به خصوص اگر 1 ماه فاصله بشه و از 1 ماه بیشتر بشه، یک ریباند شدید اتفاق میفته و همونطوری که فرمودن تو ریباند ها یا پالس و پلکس یا پلکس ارزشش از خود پالس بیشتره. این هم قسمت دوم، یعنی اتفاق دیگه‌ای که ممکنه که بیفته. یه اتفاق دیگه ممکنه که بیفته و اون اتفاق زمانیه که یه دیفرنشیالی داشته باشین که شما تشخیصتون اصلا یه تشخیص دیگه ای باشه. با یه تشخیص دیگه ای اگه داروی مثلا ما اوکرلیزوماب بذاریم و مریض ما دچار بدتر شدن باشه، حتما باید فکر کنیم یه جای کار یا یه اتفاق دیگه ای داره میفته، یا ریلپس نیست، یا اگه ریلپس یک بیماری دیگه ای هست. همیشه وقتی رو داروهای های افیکیسی ریلپس اتفاق میفته یه ذره به دیاگنوز فکر کنید. البته این نیست که هیچ کدوم از بیمارانی که ما داریم میدیم ریلپس اتفاق نیفته. بر روی داروی اوکرلیزوماب به طور متوسط 10% بیماران ممکنه که ریلپس کنن. سومین سوال، ببخشید، سومین سوال اینه که آیا ارتباطی هست بین این داروها و مسئله خونریزی ماهیانه خانم ها؟ چون مواردی مثلا از من پرسیدن یا خودم داشتم که مریض میگه من از وقتی که این دارو مصرف کنم هر 2 هفته یه بار معذرت پریود میشم و بعضی هم برعکس میگن که از وقتی ما این دارو رو میزنیم ما 5-6 ماه نشدیم. آیا باید در این مورد چیکار کنیم؟ هیچ رابطه مستقیمی توی هیچ کدوم از مطالعات داده نشده. اون تجربه‌ای که من شخصا پیدا کردم یکیش اینه که بیشتر با پالس کورتون ارتباط داره تا با این داروها. یعنی بیمار ما بلافاصله پالس گرفته و بعد دارو رو تزریق کرده. حالا فقط با مثلا زاکرل یا ریتوکسیماب هم نیست، چون خیلی وقتا می‌بینیم DMD های مختلف که بیمارا شروع میکنن همزمان ظرف 2-3 ماه بعدش همین فرمایش شما هست. یعنی بیمار میگه من اختلال منس پیدا کردم، حالا یا زیاد شده یا کم شده. و این من که یعنی توصیه اینه که حتما بیمار اول بره بررسی های زنان بشه، سونو بشه، هورموناش بررسی بشه، یه موقع باردار نباشه، اینا باید انجام بشه. ولی بیشترین ارتباط رو از اونجایی که من میبینم با داروهای مختلفه و بعد هم معمولا برطرف میشه، من حدسم اینه که با پالس کورتونه که این اختلال منسترال ایجاد میشه تا اینکه فقط با دارو باشه.
خانم دکتر بفرمایید آقای دکتر. ببخشید در مورد پست اینفیوژن ریلپسی بود که بعد از اوکلیزوماب بود. یکی از تشخیص‌های دیگه که میشه بهش فکر کرد سیتوکاین ریلیز سیندروم هستش که اینترلوکین 1 میره بالا و نوروتوکسیسیتی مغزی ایجاد میکنه. بعد اون در مورد ایمونوگلوبولین پایین بود. خب ما آی وی جی میدیم، باید آی جی دیفیشنسی رو چک کنه. و در نوع سابکوتانوس اصلا نیاز نیست که اصلا چک بشه. آیا تو ایران هست نوع سابکوتانوسش؟ نوع سابکوتانیوس در ایران مپترای سابکوتانیوس اومد ولی استقبال نشد. در زمانی اومد که اونکولوژیست ها استفاده میکردن و اونکولوژیست ها از اونجایی که تمایلی به استفاده ازش نداشتن. یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که بالاخره وقتی سابکوتانیوس استفاده میکنه اون هزینه اینفیوژنی که پزشک داره میگیره حذف میشه و یا بیمارا حاضر نیستن خیلی بخوان از سابکوتانیوس استفاده کنن، برخلاف غرب که خیلی دوست دارن سابکوتانیوس استفاده کنن و نرن بیمارستان، ولی بیمارا اینجا ترجیح میدن برن چیز. به همین خاطر اصلا در ایران موفق نشد و دیگه وارد نکردن. و الا مثلا اوایلی که ما ریتوکسیماب رو سال 93 بود، سال 93 اوایلی بود که ما ریتوکسیماب رو در MS شروع کردیم توی ایران. اون زمان سابکوتانیوس مپترا وجود داشت. منظورم ریتوکسیماب نبود. آی وی آی جی ایمونوگلوبولین وریدی سابکوتانوسش که تو آی جی اصلا نیاز نیست آی جی دیفیشنسی رو چک کنید. نداریم. مرسی. برای IgA پایین خیلی کار خاصی نمیشه کرد. یعنی IgA و IgM خیلی اصلا توی کانسنسوس ها راجع بهش صحبتی نشده. فقط گفتن اگه بیمار مثلا هی سینوزیت میکنه شما بهش بگین که شستشو بده، کارهای اینجوری. فقط IgGه که ریپلیس میشه و ما اگر پایین باشه و اینفکشن هم داشته باشه ریپلیسش میکنیم. بفهمید. CD19 شون اگر که پایینم باشه تو 2 سال اول بازم همون 1 گرم رو کامل میدن. الان میخواستم بپرسم مطمئن شم چون ایشون قرار دومین دوز رو بگیره و CD19 هم افت کرده، تا ما چی کار کنیم آقای دکتر؟ کامل 1 گرم رو بگیره یا اینکه چون بالاخره همکار آدم با وسواس دیگه؟ بعد اگر قرار باشه که ما این کارو بکنیم، یعنی 2 سال اولم بازم کامل به مریضا بدیم همون دوزو، این افت در چه حده؟ اونم یه حدی داره، مثلا حالا زیر 500ش تا چه حد میشه داد 1 گرم کامل؟ اگر واقعیت اینه که اگر عفونت نداشته باشه و ریکارنت اینفکشن یا حتی یه عفونت معمول نداشته باشه، اصطلاحاً میگن اسیمپتوماتیک هایپوگاما گلوبولینمیا، یعنی یک آسیمپتوماتیک هایپوگاما گلوبولینمیا داشته باشه، خیلی‌ها تا 250 میپذیرن، یعنی دوز رو ممکنه کم کنن ولی دارو رو میدن و نگاه میکنن با چه بیماری روبرو هستن. ببین یه وقت شما داری یه دونه بیمار سکندری پروگرسیو میدی که حالا خود مثلا بی سلام آنچنان نمیخواد کاری بکنه براش، یه وقت میخوای به یه مریض انمو اپروچ کنی، این متفاوته کاملا. اپروچ دیگه که اپروچ اجتهادی میشه و متفاوته. در یه بیماری که پاتولوژیست اگر مجموعه اون فاکتورهایی که من گفتم، همه این فاکتورها یه فاکتوریه، اگه این یک هایپوگاما گلوبولینمیا در حد 300 هم داشته باشه، آسیمپتوماتیک باشه، من بهش میدم دارو رو، هیچ نگرانی. 1 گرم بهش میدم، حالا بعدش ممکنه کم کنم بر اساس اینکه مثلا LETM بوده، دوزش زیاد بوده، کم بوده، چی بوده، ممکنه کمش کنم. خیلی جای چیز نیست. مهم اینه که شما CD19 رو بتونی پایین نگه داری زیر 1%. اگرچه امروز دیتاها همش داره میاد که اون چیزی که موثرتره همونطوری که خانم دکتر گفت کانسنتریشنه، بیشتر کانسنتریشنه که کانسنتریشن دارو در حقیقت بالای 10 باشه توی بدن، ولی ما کانسنتریشن باز الحمدلله چک نمی‌کنیم. خب خیلی ممنون خانم دکتر. بازم CD19
12 رو لازم نیست چک کنیم اگر بخوایم اکستندد دوزیس کنیم. حالا که خانم دکتر درباره اکستندد دوزینگ برای ریتوکسیماب خب الان بالاخره تجربیات خیلی زیاد شده. حالا CD19 رو چک میکنن، ولی خب نتیجه‌ای که ما در دوره کرونا داشتیم و اکستندد دوزینگ کردیم این بود که واقعا یک سری از بیمارا بدتر میشد. اینا رو برای همونطور که استاد گفتن خیلی طبق شرایط، طبق بیمار، طبق بیماری تصمیم گرفت. درباره اوکریزوماب مطالعاتی که داره میاد خیلی زد و نقیزه، یعنی بعضی مطالعاتش و در تعداد کمیه، بعضیش میگه که نه این نتیجه خوبی داره، اکستندد دوزینگ میتونیم بکنیم، بعضیش میگه نمیتونیم بکنیم. دارن مطالعه میکنن رو دوزهای بالاتر اوکریزوماب، حتی 1000 هر 6 ماه، 2000 هر 6 ماه. من فکر میکنم اگر بیمارمون مشکلی نداره فعلا نیازی نیست که اکستندد دوزینگ بکنیم. اگر مشکل داره که ایندیویژوالایز میکنیم و بر اساس شرایط بیمار تصمیم گیری میکنیم. در مورد زاکرل و اوکرلیزوماب اصولاً دوزی که انتخاب کرد شرکت روش که اولین بار این دارو رو آورد دوز لب مرزیه. چرا دوز مطالعه فاز 2 1200 میلی بود؟ خب چرا از این دوز و مطالعه که روی روماتوید آرترایتیس کرد چرا از این دوز استفاده کرد؟ برای اینکه گفت من میتونم دارو رو با دوز بالا بدم و یکی دو تا ساید افکت ازش در بیاد و FDA اینو بذاره سکند لاین، میتونم لب مرز برم و بدم و بیماران زیادی رو کنترل کنم و FDA اینو خط اول بذاره، ساید افکت نده. بنابراین الان مطالعاتی که همونطور که خانم دکتر گفت، مطالعاتی که داره میاد وقتی دوزو کم میکنن یا یک کمی اکستندد میکنن بیشتر داره اکتیویتی نشون میده. الان با اومدن بایومارکرها و نوروفیلامن مطالعاتی داره شروع میشه که بر اساس نوروفیلامنت و بر اساس این اکتاوه بیان دوز رو بالا پایین کنن، نه بر اساس اون چیزی که ما خیلی ظاهر میبینیم اکتیویتی ام‌آرآی و چیزای اینطوری. بنابراین فعلا تا اومدن نتایج اون مطالعات و برطرف شدن کانتروورسی، حداقل در مورد داروی زاکرل من توصیه‌ام اینه که ما خیلی اکستندد نکنیم، کاهش دوز ندیم، مگه در بیماری که ریکارنت اینفکشن داره، مگه در یه بیماری که یک کاندیشن دیگه ای داره. دو سه تا نکته من تو پرکتیس راجع به اوکرلیزوماب خدمتتون بگم. یک، در بیمارای ویلچر باوند هیچ فایده ای نداره، خواهشاً برای بیمار ویلچر باوند استفاده نکنید. اگه بیماری ویلچر باوند شد، این که میگن الان یه داروی جدید اومده و مثلا فرض کنید ماها میریم یه جای سخنرانی میکنیم که یه دارو جدید اومده، یهو مریضا میریزن آقا یه دارو جدید اومده اسمش زاکرل، مریضای اول از همه مریضای ویلچر باوند میخوان. واقعا در مریض ویلچر باوند فایده ای نداره. در بیمار اسپی که اکتیویتی نداره و ایمپندینگ به ویلچر باوند شدنه، مریضی که داره با واکر میره، ندید مریض الان داره با واکر میره و داره میره و چیز نیست و نزدیک دیگه ویلچر باوند شدنه، اصطلاحا من میگم دارو رو کیل نکنید، چون تو ذهن خودتون کیل میشه. میگید من دادم مریضم ویلچر باوند شد، این دارو ضعیفه یا فایده ای نداره. 3، در بیمارانی که روی ریتوکسیماب دارن پیشرفت میکنن، پروگرسیون، حمله ای نه، پروگرسیون، یعنی مریض ریتوکسیماب میگیره پروگرشن داره، مریض اسپیه، اکتیویتی هم نداره، پلاک انهانسینگ هم نداره، اینم تبدیلش به زاکرل فایده ای نداره، هیچ فایده ای نخواهد داشت. اگه مریضی اسپیه و روی ریتوکسیمابه و داره پروگرس میکنه، مریض هم میاد میگه آی دکتر من روی این دارو دارم بدتر میشم، همسایه‌مون زاکرل زده خیلی خوبه، الا بلا منو ببر رو زاکرل، میبری رو زاکرل میبینی فایده ای نداره، دوباره همون اتفاق میفته. کی از ریتوکسیماب فایده داره که برید روی زاکرل؟ وقتی که شک کنید یه آنتیبادی ترشح شده، چون شانس ایجاد نوترالایزینگ آنتیبادی تو ریتوکسیماب 27% به خاطر اینکه گفتن جزء کایمریک داره، ولی در مورد اوکرلیزوماب زیر 1% و بعضی مطالعات زیر 5%. در زمانی که یه مریضی الان روی ریتوکسیماب اتک میکنه، پلاک انهانسینگ میزنه و شما حدس میزنید این دیگه نوترالایز شده، CD19 اومده بالا،
این مریض من میبرم رو زاکرل، راحت میرم. یه مریضی که روی ریتوکسیماب اینفیوژن ریلیتد ریاکشن زیادی پیدا میکنه، میگه آقای دکتر من زدم با وجودی که قبلش کورتون بهم داده بودن، پرمت داده بودن، بازم گلوم اینطوری شد، نفسم تنگ شد، حالم بد شد. اینم من امتحان میکنم میبرم روی زاکرل. ولی مریضی که به خاطر پروگرشن این اتفاق میفته فایده ای نداره. مریضای PPMS، مریضایی که PPMS بالای 15 سال پیش شروع شده خیلی فایده ای نداره. مریضای PPMSی که 1 سال بهشون دادید، 2 سال دادید، پروگرشنشون کم نشده، این هم اثر نداره. و خیلی وقتا اتفاق میفته ما فکر میکنیم که الان اگر ببریم روی اوکرلیزوماب این کمک میکنه. اوکرلیزوماب برای بیمارانی خیلی خوبه و بعد اونجا استفاده کنیم که آر هستند. اتفاقا زودتر باید شروع کنیم بر طبق دیتا هامون و پور پروگنوستیک فاکتور دارن. این به معنی این نیست که توی بین رست سوال کردن خب اگه اینطوریه آیا ما همه مریضا رو باید بذاریم روی اوکرلیزوماب؟ واقعا این به این معنی نیست. اگه یه بیماری اومد اتک کرده، پور پروگنوستیک فاکتور داره، یه آقاست، سیگاری، اتک موتور کرده، 10 تا پلاک داره، میدونید تعداد پلاک هم پور پروگنوزش از 10 تا به بعد شروع میشه، از 9 تا به بعد، 10 تا پلاک داره، احیانا 1-2 تاش انهانسینگ، اتک سربلار هم کرده، قطعا من با های افیکیسی شروع میکنم و با های افیکیسی میرم جلو توی این بیمارم. و نکته دیگه ای که در نظر داشته باشید، در دنیای جدید MS ترشهولد ما برای اسکالیشن باید با قبلا متفاوت باشه دیگه. قبلا میگفتیم که آقا مثلا وایسیم یه حمله بکنه، الان واقعا اگه یه بیماری فرض میکنیم روی DMF و ما یه امارای خوب داریم و 2 تا نیو T2 پیدا میکنه، ترشهولد خودتون رو برای اسکالیشن بالا ببرید. این نکاتی بود که در تجربه، چیزایی که حالا ما با اوکرلیزوماب داریم توی پرکتیس میبینیم. خانم دکتر شما اگر موردی دارید که بفرمایید. خیلی استاد واقعا نکات خیلی عالی رو گفتین. یعنی اون 2-3 مورد، یکی این که بیمارایی که رو ریتوکسیمابن و پروگرسیو و اینا چنج نشن با اوکرلیزوماب، بیمارایی که بارها شده مثلا بیمار اومده ما گفتیم که خب شما دیگه ویلچر باندی، این داروها بهت کمکی نخواهد کرد، بعد رفته جای دیگه برش اوکرلیزوماب شروع شده و اینا. دقیقا اتفاقی که میفته اینه که وقت اون بیماری هم که بهش سود میرسونه میگه نه این دارو مال مرحله آخره، اونجا خیلی کمک نمیکنه. وقتی پیشنهاد بهش میدیم این تصور رو داره از دارو. بنابراین دارو خیلی خوبه. من شخصا با شروع های افیکیسی واقعا اگر بیماری هست 1-2 تا 3 تا از این پروگنوستیک فاکتورها رو داره، به نظر من این واقعا دیگه به صلاحش نیست که با داروهای ملایم شروع بشه. حتی اگه خانم باشه، حتی اگه جوان باشه، حتی اگه بچه باشه، لود ضایعاتش زیاده، این دیگه به صلاحش نیست بره رو اینترفرون. ما صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی براش میفته. هیچ جای دنیا دیگه یه همچین کاری نمیکنه. بله اگه بیماریه یه اتک حسی کرده، 2-3 تا پلاک داره، یه CIS خفیفه، این میتونه اون داروهای خط اول براش مناسب باشه. ولی بیماری که پروگنوستیک فاکتورها 2 تا 3 تاشو داره، تو هر سنی، تو هر شرایطی بهتره که بره رو دارویی که های افیکیسی باشه. ولی از اون طرف هم دارو رو کیل نکنیم. بیماری که پروگرسیو شده و این پروگرشنش هم دیگه مدت زیادی داره ازش میگذره، این از هیچ دارویی سود نمیگیره و بنابراین فقط ما داریم ریسک اینفکشن و این موارد رو بهش وارد میکنیم. همین نکته دیگه. خیلی ممنون. خب آخرین سوال مثل این که اشاره میکنم برای ناهار. خب بفرمایید آخرین سوال. ببین سوال یک سوالیه که مریض به مریض پاسخش متفاوته. ببین یه وقت یه مریضیه که قبل از بارداریش هایلی اکتیو بوده، مریضی بوده که خیلی اتکای مکرر داشته، مریضیه که ویندوی در حقیقت
اصطلاحاً میگن opportunity ویندوی ما خیلی کوتاه. مریضی که های لود EDSS نسبتاً بالایی داره، این ممکنه که من این ریسک رو بپذیرم تو بارداری هم بهش تزریق کنم. خب ولی یه مریضی که خوب بوده، کنترل بوده، پلاکاش خیلی لودش بالا نیست، ضایعاتش موتور نبوده، اختلال موتور نداشته، EDSS خوبی داره، من تو بارداری دیفر میکنم و بهش نمیدم، به خصوص اگه ماهای آخر بارداری بشه. ولی یادمون باشه در مورد اوکرلیزومب در 3 ماهه اول بارداری مسئله ای نداره. در 3 ماهه دوم باید حتما سودی که هست بیارزه به ضرری که داره و در 3 ماهه سوم تحت هر شرایطی ممنوعه دیگه. در 3 ماهه سوم نمیدیم. معمولا 3 ماهه سوم هم به جایی رسیده که بیماری کنترل میشه خودش. بنابراین این هم دقت کنید. با مجموع همه این احتسابات چیز میکنیم. شروع دارو در بارداری رو من توصیه نمی کنم. استاد اگه خسته نباشید، اگه به عنوان فرست لاین شروع کنه با توجه که گایدلاین کشوری فرست لاین قبولش نداره، بیمه قبول میکنه یا نه؟ کمیسیون بیمه قبول نمیکنه. گایدلاین کشوری به عنوان فرست لاین در بیماران نایف هنوز در حقیقت قبول نمیکنه، ولی معمولا کمیته ها در خیلی از موارد سخت نمیگیرن. اگه کمیته تایید کنه بیمه مشکلی ایجاد نمیکنه. خب من اگر یه سال به نوبه خودم از ببخشید خواهش میکنم، اگه هپاتیت C مثبت بشه مثل هپاتیت B باید عمل کنیم؟ اونم هپاتیت در حقیقت HCV اگه مثبت بشه، HCV چون ایرادیکیشن داره و میشه ایرادیکیت کرد، مشاوره همکاران گوارش میدیم، معمولا دارو رو شروع میکنم و براشون در حقیقت درمان میذاریم. اتفاقا هپاتیت C ایرادیکیشنش راحت تر از هپاتیت همزمان دوتا رو باید همزمان. خب خیلی ممنون از همکاران عزیز شرکت سیناژن سپاسگزاری میکنم، از سرکار خانم دکتر نوردی برای سخنرانی خوبشون و همه شما عزیزان خیلی ممنون.